نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. همونطوری که در برنامه‌های گذشته خدمت شما عزیزان ذکر کردیم، این هفته اختصاص میدیم به شما عزیزان در رابطه با موضوعاتی که در برنامه‌های گذشته آن روی سکه بیان نمودیم. اگر گفتنی دارید یا مشارکتی دارید در این برنامه، انشاءالله در خدمت شما هستیم. از همین الان شماره تماس برنامه را عزیزان زیرنویس میکنن. از طریق واتساپ میتوانید به ما زنگ بزنید و همچنین از طریق همین شماره به شکل مستقیم هم عزیزان میتوانند که در این برنامه مشارکت بکنن. و عزیزانی که شبهاتی دارند در مورد مسائل مختلف شیعه و سنی و خلاصه موضوعاتی که در این برنامه مطرح میشن، میتوانند که در این برنامه شرکت بکنن. بعضی از دوستان پیام فرستادن از عزیزان شیعه که در مورد موضوعاتی که ما در برنامه آن روی سکه بحث کردیم گفتن که ما میخوایم با شما گفتگو بکنیم یا به اصطلاح خودشون مناظره بکنیم. در برنامه امشب میتوانن این عزیزان اگر شبهاتی دارن، سوالاتی دارن یا ردی بر صحبت‌های ما دارن، میتوانن در این برنامه تماس بگیرن و به جای اینکه در کامنت ها بنویسن و تحدی بکنن و خلاصه این برنامه خاص و ویژه برای شما عزیزان هست. درباره هر موضوعی که از شبهات مذهبی دارید میتوانید تماس بگیرید و با ما در این برنامه در میان بگذارید. همونطوری که خدمت شما عرض کردم، شماره تماس برنامه رو عزیزان زیرنویس کردن، هم از طریق واتساپ و هم از طریق تماس مستقیم می توانید در برنامه شرکت بکنید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. جزاکم الله خیرا استاد. الله شما را جزای خیر بده با خاطر این برنامه هاتون. ان شاء الله از شما بسیاری چیزها را مقتدیم. ما سلامت باشید. برادرتون از تاجیکستان الان در روسیه هستم. الله مطالب سان کنه برادر عزیز. زنده و سلامت باشید. آمین. از برای الله شما را دوست می‌دارم استاد. سلامت باشید. الله مطال شما را دوست بدارد. زنده و سلامت باشید برادر عزیز. تشکر از شما. آمین استاد. استاد میخواستم با شما خصوصی صحبت کنم اگر وقت داشته باشید. الان بعد از برنامه. والا بعد از برنامه چون دیر وقت است شاید مناسب نباشه. به همین شماره پیام بگذارید، فردا انشاءالله در فرصت مناسب انشاءالله صحبت میکنیم. تشکر از شما. انشاءالله استاد من پیام گذاشتم در همین نمبر. انشاءالله صحبت کنیم. انشاءالله. سلامت باشید برادر عزیز. تشکر از شما. سلامت باشید. زنده باشید. سلامت.
بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوار خوب هستین؟ سلامت باشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که موفق سربلند باشین. صدیق الله وزیری هستم از افغانستان با تماس شدم. وزیری برادر عزیز بفرمایید، در خدمت شما هستیم. استاد محترم یک سوال دارم اگر اجازه تون باشه. بفرمایید. در رابطه با همین روز عرفه برای ما میگفتیم که مثلا عربستان برای ما اعلان کرده است که فکر کنم روز جمعه عرفه است و نمیدونم باز روز جمعه عید است و پنجشنبه عرفه و باز افغانستان قسم اعلان کرده که روز جمعه عرفه است و شنبه عید است. ما در کدام روزش میتونیم روزه بگیریم نمیدونم. ما هم قسم ماندیم. اگر شما میتونیم برای ما روشنی بدید. چشم، در این مورد صحبت میکنم. بله نسپارم دارم. تشکر. سلامت باشید. تشکر. خداحافظ. خدا نگهدار شما. آنچه که در مورد این موضوع صحبت میکنم این نظر شخصی من هست و خیلی از علما و دعوتگران چه در علمای سلف چه در علمای معاصر در این مورد نظرات مختلف دارن. بعضیا معتقد بر این هستند که اختلاف مطالع مدار اعتبار است، به این معنی که در افغانستان، در عربستان، در مصر، در اماکن مختلف کره زمین امکان دارد که طلوع و غروب مهتاب فرق بکند. به طور مثال اول ماه قمری اگر مهتابش در افغانستان دیده شود شاید در عربستان دیده نشود، یک روز بعد یا یک روز قبل دیده شود، همچنین در بقیه کشورها. اما حقیقت این است که اختلاف دیدن و ندیدن مهتاب تبدیل به یک موضوع سیاسی شده است، بیشتر تا اینکه موضوع دینی باشد و موضوع فقهی باشد. به این معنی که دو کشور اگر مثلا یکیش عربستان سعودی است، حالا عربستان سعودی رو مرکز جهان اسلام بگیریم، بعضیا میان مسئله رو سیاسی میکنن که حکومت هست و فلان است و این است و اون است، اما عربستان سعودی مرکز جهان اسلام است. در اونجا هر کسی که بخواد حکومت بکند، این یک واقعیت است و قبله ما مسلمان ها در اونجاست. حالا در عربستان سعودی هر کسی که بخواد حکومت بکند، چه ما با حکومتش موافق باشیم چه مخالف باشیم. وقتی که بعضی از کشورها روابطشون با عربستان سعودی خوب بود، میان چیکار میکنن؟ همزمان با عربستان سعودی عید میکنن، همزمان با عربستان سعودی روز عرفه و روز عید قربان رو تعیین میکنن. اما اگر روابط سیاسی خراب بود، بعد مثل یک لجبازی است، یعنی دین مسلمان ها رو مسخره کردن. یک لجبازی است که خب ما الان یک روز قبل از شما یا یک روز بعد از شما عید میکنیم. جالب است اگر دیده باشید سالی که روابطشون خوب باشه با هم عید میکنن، سالی که روابطشون خراب باشه حتما یک روز بعد عید میکنن. این در مورد ایران. در مورد امارات اسلامی، حکومت طالبان در افغانستان، آنچه که اعلان میکنن از عید و دیدن هلال مبتنی بر یک مسئله علمی نیست، چه از نگاه علم نجوم، دستگاه پیشرفته‌ای که چون هلال اول ماه در بهترین یعنی حالت توسط دستگاه ها مشاهده می شود. خیلی کم اتفاق میفته که مثلا در یک منطقه‌ای که هوا کاملا صاف باشه و هیچ اشکالی وجود نداشته باشه در افق، حالا کسی که چشمش خیلی تیزبین باشه با چشم مجرد بتواند هلال رو ببیند. وانگهی فرق افغانستان تا عربستان سعودی 1.5 ساعت است. به این معنی که مثلا طلوع آفتاب، غروب آفتاب، یعنی ساعت‌های شرعی بین 1.5 ساعت تا 2 ساعت فرق دارد با بین افغانستان و عربستان سعودی. مثلا در عربستان اگر ساعت 1 صبح است، 1 فجر است، در افغانستان ساعت 2:30 است. 1.5 ساعت فرق دارد. هم از نگاه جغرافیایی هم از نگاه زمانی فرق بین عربستان و افغانستان به اندازه‌ای نیست که طلوع مهتاب 1 روز فرق بکند.
به این معنی که مثلا روز عید در عربستان سعودی شنبه باشد و در افغانستان یک شنبه باشد. این بیشتر عناد است، ضد کردن است، یا چی بگم، یعنی انسان، نمیخوام که وارد نیت ها بشم، یعنی احساس میکنه انسان که اینها میخوان خودشون رو یک نوع بگن که بله ما هم حالا برای خود ما میخوایم عید و برات ما رو خود ما تعیین بکنیم. این مسخره نیست، این دین الله سبحانه و تعالی است. مسلمان ها رو مسخره نکنید، دین مسلمان ها رو مسخره نکنید. در عید رمضان حالا بگیم یک بهانه‌ای، اما ببینید یک مسئله است. روز عرفه در جهان یک روز است. روزی است که حجاج در منطقه عرفات برای وقوف عرفات در اونجا می ایستند. روز حج الاکبر است. روزی است که یکی از ارکان مهم حج که حج بدون آن درست نمی شود در این روز اتفاق می افتد. الان شما بیاید بگید که عرفه در افغانستان روز شنبه است یا جمعه است و در عربستان سعودی بگم پنج شنبه است یا جمعه است، یک روز فرق بکنه. این مسخره کردن است، مسخره کردن مسلمان هاست. نظر من و بارها این رو در برنامه‌های مختلفی که حتی در میزگردهایی که داشتیم علما و دعوتگران دیگری هم شرکت کرده بودن که در این محدوده جغرافیایی که ما هستیم، از آسیای میانه گرفته تا شمال آفریقا، از جنوب آسیا گرفته تا شمال آسیا، این مناطق یعنی فرقی ندارن بینشون در از نگاه زمان و مکان که یک روز یا دو روز فرق بکنه عیدشان. این یک نوع مسخره بازی است که متاسفانه گرچه در عیدهای گذشته مثلا اگر از نظام آفرینش وجود دارد، مگر مکان خورشید و مهتاب از رمضان گذشته تا حالا در افغانستان و عربستان سعودی فرق کرده؟ یعنی منظومه شمسی پس و پیش شده، یعنی در افغانستان و در عربستان در ماه رمضان گذشته برابر با عربستان سعودی عید کردن. مهتاب گفتن ما هم دیدیم، همون روزی که عربستان سعودی عید کرد افغانستان هم عید کرد. الان در حج گفتن نه ما مهتاب رو ندیدیم. باید یک مسخره بازی است. این دین الله سبحانه و تعالی رو مسخره کردن، مسلمان ها رو مسخره کردن است. مادامی که در عربستان سعودی مهتاب مشاهده شده و روز جمعه روز عرفه است و روز شنبه روز عید است، در این محدوده جغرافی حداقل در این مناطقی که ایران و افغانستان و پاکستان و هند و تا شمال آفریقا و جزیره العرب و این مناطق همه باید در یک روز عید بکنن. اما به عنوان یک مسلمان وظیفه مسلمانان در افغانستان چی است؟ چون روز عرفه تاکید شده است، سنت است و باید این روز رو مردم روزه بگیرن. فرض نیست، واجب نیست، سنت است. کسی که بگیره ثواب زیادی داره. چی کار بکنیم؟ آیا ما بر اساس اعلان طالبا روزه بگیریم یا بر اساس اعلان عربستان سعودی؟ صحیح و درستش این است که بر اساس اعلان عربستان سعودی باید روزه گرفته بشه. روز عرفه روزی است که حجاج در عرفه می ایستند. یعنی مسخره نیست که مردم از عرفه برایند فردا که روز اول عید است شما در افغانستان اعلام بکنید که نه امروز عرفه است. مسلمان‌ها رو، دین مسلمان‌ها رو نباید مسخره کرد. عرفه روزی است که حجاج در میدان عرفات می ایستند. سراسر دنیا روز عرفه روزی است که حجاج در مشعر عرفات می ایستند و این روز رو باید روزه گرفت. این مسئله یک مسئله علمی است، یعنی از نگاه علم نجوم یا علم فلک که امروز دستگاه‌های پیشرفته فلکی، تلسکوپ‌ها وجود دارد و یقین داشته باشید که هلال ماه قمری بین افغانستان و ایران و پاکستان و عربستان سعودی هیچ فرقی ندارد. فقط این مسائل سیاسی است یا هم از جهالت و ضد کردن است. یک ملایی میسته میگه نه ما میخوایم که عید خودمان را داشته باشیم. دین مسلمان ها را مسخره کردن است. روز عید روزی است که در عربستان سعودی عید میشه، خاصا در عید قربان، و روز عرفات روزی است که حجاج در اونجا در مکه مکرمه در عرفات می ایستند. و به همین دلیل
باید، یعنی شما تصور کنید که اگر یک خلافت اسلامی می بود و مرکز خلافت اسلامی مدینه منوره می بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا می بودن، صحابه می بودن، خلفای راشدین می بودن و این تکنولوژی که امروز در دست ما هست می بود و اونها اونجا عید می کردن، بعد کشور دیگری جرأت داشت که بگه که نه امروز عید نیست. یعنی واقعا تعجب می کنم از عقل بعضی از حکومت دارا. یعنی گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. انشالله جور صحتمند باشین استاد عزیز. سلامت باشید، زنده باشید برادرز. سلامت باشید شما همچنان. استاد عزیز، یک برادر خوانده ما هست، یک دوست بسیار نزدیک ما هست. خودش در بیرون از افغانستان زندگی میکنه. گپ سر زکات آمد، باز خدا را شکر از داره مالدار هستم. بله. باز من بودکتش مذاق کردم، گفتم زکات میتی یا نمیتی. گفت چطور زکات بدم؟ خلاصه گپی که دو تا موتر داره، گفت دو تا موتر داره، من پیش خودم استفاده میکنم و در افغانستان یک اپارتمان دارم که خریده، در او پدر و مادر خودم در شانده زندگی میکنم. درست. یک اپارتمان دیگه داره که در او پسر و خوشوی خود شانده در زندگی میکنه و یک خانه دیگه داره که فکر کنیم 30,000 افغانی کرا میته. 15 شب پدر و مادر خود میته، 15 شب پسر و خوشوی خود میته. یعنی سه خانه داره. باز من گفتم باید از زکات بکی. باز گفتم باید از شما پرسان کنم که طریق شرعی چطور است، مجبور زکات بده یا نه. بله. دیگه سوال دومی است استاد عزیز که در افغانستان فعلا مریضی به نام تبک برآمده که خیلی از مواشی ها را به چیز کرده گرفتن، خصوصا گاو و گوسفندی ها را، و خود ما یک دانه گاو را گرفته بودیم، تقریبا 6 روز پیش گرفته بودیم. 3-4 روز بعدش اشتها نداشت و امی مرضی طبقه گرفته بود و آستا آستا رو به خوب شدن است. دیگه اگر جور نمیشد یا صحتیاب نمیشد گاو، آیا قربانی کردنش جایز بود یا نه؟ اگر میره جواب بده. دیگه وقت خوش برتون میخوام، خداوند نصیبتان بکنه. سلامت باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از سوال آخر شما شروع میکنیم. ببینید، قربانی و هر عمل خیری که انسان انجام میدهد، از صدقات، از خیرات، از زکات، باید از بهترین و اعلاترین مالی که دارد انجام بدهد. به طور مثال کسی، انسان گدایی مستمندی پشت در آمد، خیرات طلب کرد، چی میگه؟ از همون نانای قاقتی که بهش بده بره. یگان بعضی هستن، متاسفانه من اینو دیدم که برنج و آرد خاص به خاطر گداها در خانهشان دارن. وقتی گدا میاد از اون برنج ارزان قیمتی که خریده، یک بوجی، یک گونی در خانه داره، از اون میده. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما بر، نیکی و احسان رو، پاداشش را دریافت نمی کنید مگر این که از آنچه که بهترین هست و دوست دارید شما برای خودتان، از اون برای مردم یا برای مستمندان کمک بکنید. مثلا همین گاوی رو که میگید مریض است یا مریض بوده است، به طور مثال مریض است، خوب نشده، اگر اینو قربانی بکنید خودتان میخورید؟ طبیعتا نمیخورن. اما چی است؟ بده به فقیر و مستمند بده، حالا بیمار شد که دنبالش میگرده. این جایز نیست. الله سبحانه و تعالی یک درس بزرگی که در داستان هابیل و قابل هست، که بنابر فرموده بعضی از علما میگن که هابیل آمد چیز خوبی رو قربانی کرد،
چیز پسندیده ای رو. اون یکی گفت یک چیزی حالا بده بره. با خداوند که نمیشه انسان ریشخندی بکنه. به همین دلیل وقتی که انسان خیری میکنه، قربانی میکنه، صدقه میده، خیرات میده، باید از بهترین اموالش بده، نه اینکه از بدترینش رو به مردم بده و بهترین رو برای خودت نگاه بکن. این اخلاص است. یعنی الله سبحانه و تعالی نیاز نداره به قربانی و صدقات و خیرات ما اینو برای خودمون داریم انجام میدیم، برای نجات خودمون داریم انجام میدیم. به خاطر همین وقتی که خودت نان تازه خوبی رو در خانه میخوری، وقتی که گدایی میاد پشت در، نان قاق، نان خشک بهش نده. از همون نانی که خودت میخوری بهترینش رو باید انتخاب بکنی بدی. و این شرط قبولی عبادت است که انسان با اخلاص، مثلا به کسی میگید من مخلص تو هستم، یعنی به تو اخلاص دارم. چی؟ یعنی بهترین ها رو برای تو میخواهم، در مقابل تو صادق و امین هستم. و ما در مقابل الله سبحانه و تعالی یکی از شروط عباداتی که ما باید انجام بدیم چی است؟ که اخلاص باشه. اخلاص یعنی که عبادتی که اگر عبادتی مانند نماز هست، تهجد است، قرائت قرآن است، به بهترین شکل باید انجام بدیم. مثل در رمضان ها میبینید تراویح که در بعضی از مساجد میخوانن تمام شد رفت، الله اکبر الله اکبر. الله متعال نیاز نداره به این تراویح. تو داری برای خودت میخونی، خودتو داری مسخره میکنی. و همچنین اموالی رو که انسان صدقه میده، قربانی میکنه، باید بهترینش رو انتخاب بکنه. به خاطر همین ببینید حتی در ظاهر حیوانات هم در فقه دقت شده، گوشش سالم باشه، چشمش سالم باشه، یعنی بهترین رو باید شما انتخاب بکنید در راه الله سبحانه و تعالی قربانی بکنید. در مورد شروط زکات ببینید، اول این است که انسان مسلمان باشه، بعد انسان آزاد باشه، سوم که مالش حلال باشه، از مال حرام زکات نده، دیگه که مالک اون مالی مالک تام اون مالی باشه که از اون میخواد زکات بده، مالش در حالت رشد باشه و همچنین 1 سال هجری قمری بر این مال گذشته باشه و این مال فائض یا بیشتر از احتیاجش باشه. اینکه مثلا در مسائل سکن، خانه، زمین، این چیزا هست. کسی یک خانه‌ای داره، در این خانه خودش و خانواده‌اش زندگی میکنه، در این صورت این خانه زکات نداره. اما اگر خانه‌های دیگری داره که در اون خودش سکونت نمیکنه، یعنی برای سکونت نیست، مثلا 3 تا خانه دیگه داره، برای تجارت خریده، برای این خریده که حالا یک روزی پول خوبی دستم بیاد و اینا رو بفروشم، یک مشتری خوبی دستم بیاد اینا رو بگن، برای سکن خانواده خودش که دیگه زیاد است، همون یه خانه‌ای که داره براش کافی است. در این صورت در حساب زمین و ملکی که انسان داره و بیشتر از احتیاجش هست، بیشتر از احتیاج سکن خودش و خانوادهش هست، بر او زکات واجب است. خانه ای داره، اون رو به کرا داده، بعد چی میگه؟ من کرای این رو مثلا کمک میکنم به پدر و مادرم و خسر و خسرو، یعنی پدر زن و مادر زن. اولا اینا رو چی حساب میکنه؟ زکات حساب میکنه. نفقه پدر و مادر بر فرزند واجب است. پدر و مادر وقتی که استطاعت کار نداشته باشن، محتاج باشن، نفقه اونها بر تو واجب است. یعنی بعضیا به قول معروف مرده رو قربانی حساب میکنن، این درست نیست. زکات اون خانه‌ای که به کرا داده، اول زکاتش رو در بیاره و بعد از اون باقی ماندهش رو کمک بکنه. زکات و مصارف زکات معروف است. یعنی یک شوهر نمیتونه که زکاتش رو به همسرش بده یا به فرزندانش بده یا به پدر و مادرش بده. عکسش میشه، یعنی زن میتواند زکاتش را به شوهرش بدهد. چرا؟ چون نفقه زن، خرج و مصرف زن به دوش شوهر است و عکسش نیست. یعنی زن در مقابل شوهرش مسئول نیست، نفقه به دوش زن نیست. قانون اسلام است.
اگر یک زنی پولدار است، مثلا مالش 1 سالم بر او گذشته، در حد نصابم رسیده و زکات بر او واجب است، می تواند قسمتی از زکات خود را یا همه زکات خود را به شوهرش بدهد، اما شوهر نمی تواند زکاتش را به همسرش بدهد. و این موضوع خیلی مهم هست که انسان یعنی در مورد مسائل دینی اطلاعات و معلومات کافی داشته باشد و از این نترسد که والا با زکات دادن مالش کم میشه یا ضرر میکنه. بالعکس، کسی که زکات مالش رو میپردازه الله سبحانه و تعالی در مال او برکت میده. 2.5% یعنی از 100%، از 100 قسمت 2.5 قسمت این زکات هست و همین شخصی که 2.5% زکات رو نمیده، در بعضی از کشورها ببینید که سالانه 20%، 30%، 15%، 10%، 5%، کمترش 10% است به اصطلاح تکس به حکومت میده. اما اگر بگی که 2.5% زکات باید بدی، 1001 بهانه در میاره. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مصطفی یک دو سوال داشتیم اگر وقت داشته باشیم. بفرمایید. یکی سوال می است که ما یک مشکل دارم درباره وضو، یک ذره باد شکم دارم دیگه، وقتی که تشناب میکنیم تا 30 دقیقه 35 دقیقه یک ادرار یک قطره نیم قطره میآید، باز یگان وقت 40 دقیقه 35 دقیقه که ما بشینیم یا نماز قضا میشه یا جماعت از دست میتونم، ما میتونم در یک نماز یک وضو گرفته نماز خوانده میتونم یا نمیتونم؟ اونم برای ما بگوین. ما خوش هستیم که در هر نماز یک دفعه وضو گرفته نماز بخوانم، بسیار برای ما آسانم میشه، ساده میشه. بگم مفتی صاحب اینمی 40 دقیقه 30 دقیقه منتظر بودن، اگر منتظر شوم نماز قضا میشه، اگر منتظر نشم اینمی ادراری که میآید با سر آدم فشار بیاد هم نقص میکنه. اینمی سوال اولی نمی است مفتی صاحب. درست. ببینید، کسی که بیماری داره، سلسل بول میگن، بیماری است، بعضیا دچار این بیماری هستن که بعد از اتمام ادرار برای مدتی قطراتی از ادرار از بدنشون خارج میشه. اون چیزی که معمول است، معروف است، مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه انتظار بکنه، بعد از اون استنجاشو انجام بده و یک پارچه‌ای از این کاغذ تشنابی چیزی رو قرار بده و نمازش رو وضو بگیره و نمازش رو بخوانه. در هر نماز وضو بگیره بخوانه، چون این یک بیماری است. کسی که دچار این بیماری باشه این راه حلش است و این 1 ساعت 2 ساعت انتظار کشیدن، نیم ساعت انتظار کشیدن نیاز نیست. آقا مقصد خواهی دیگه باز 30 دقیقه 35 دقیقه که انتظار کشیدیم، بعد از اون مطمئن هستیم که باز نمیایه، اون باز مرض گفته میشه. یعنی این نرمال نیست، این یک بیماری است. الان اینکه شما دیگه 30 دقیقه 35 دقیقه بعد از ادرار کردن هنوزم قطراتی از ادرار خارج میشه، این بیماری است. پیش دکتر برید. نه بعد از مفتی صاحب بعد از 30 دقیقه یا 35 دقیقه الا 40 دقیقه که منتظر شوم، بعد از اون هیچ قطره ای نمیایه، بعد از اون مطمئن میشم بعد از اون نمیایه تا مدت 40 دقیقه 35 دقیقه میایه، یا قطره نیم قطره میایه، بعد از اون نمیایه. نمازهای مثلا مثل نماز مغرب رو که نمیشه شما 40 دقیقه نیم ساعت انتظار بکشید، نماز قضا میشه. به همین خاطر بهترینش این است که این یک بیماری است، علی کل حال یک مرض است، یک بیماری است و طریقش همین است که در هر نماز وضو بگیرید. تشکر. درباره دیگه روز عرفه افغانستان کدام روز باشه که امروز روزه میگیریم؟ لحظات پیش گفتیم روز عرفه در افغانستان همان روزی است که در عربستان سعودی حجاج در عرفه می ایستند. همان روز رو روزه بگیرید. تشکر. خیر ببینید استاد محترم. تشکر. سلامت باشید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید آقای انصاری. سلامت باشید. یه سوالی داشتم خدمتتون. بفرمایید. میخواستم بله بفرمایید. خسته نباشید آقای انصاری. سلامت باشید. بفرمایید سوالتون رو بفرمایید.
میخواستم ببینم این زکات کلا باید چقدر پول داشته باشه که بتونی مثلا زکات بدی، بعدش هم در یک سال چطوری حساب باید بکنی، چطوری میشه؟ دست در نکن، اگه توضیح بدی ممنونم میشم. تشکر میکنم. باشه چشم، حتما میشه. الو. باشه چشم، شما از طریق تلویزیون گوش کنید. باشه. تشکر، زنده باشید، سلامت باشید. دوستان عزیز، یک نکته رو اشاره بکنم. برنامه آن روزه که برنامه پرسش و پاسخ سوالات شرعی نیست. در این برنامه ما در مورد شبهات مذهبی، این مسائل صحبت میکنیم، چون در شبکه جهانی نور که این برنامه داره در اونجا پخش میشه، برنامه پرسش و پاسخ دارن، برنامه فتوا دارن و ما نمیخوایم یک دوگانگی در این مسائل ایجاد بشه و سعی کنید که سوالاتتون رو در برنامه پرسش و پاسخ در شبکه نور بپرسید، سوالات مسائل شرعی که وجود داره. اما در مورد سوال برادر عزیزمون، کسی که به معادل 85 گرم طلا پول داشته باشه، طلا داشته باشه، نقره داشته باشه، دلار، یورو، هر پول هر کشوری که معادل 85 گرم طلا باشه، فائز بر آن برش زکات لازم میشه. اونم در صورتی که 1 سال بر او بگذره. طرف تجارت داره، سرمایهش مثلا $100,000 است، گرم طلا مثلا میگیم $1,000 باشه، پس بر این شخص زکات واجب است که از این $100,000 $2,500 یعنی $2,500 رو بعد از اینکه 1 سال کامل گذشت بر این تجارتش ببره چیکار بکنه؟ زکات بده. پول نقد داره تو خونه، $100,000 هست، چون گرم طلا مثلا $1,000 حساب بکنید، بر این شخص زکات واجب است. 2.5% یعنی $2,500 رو باید زکات بده. این چنین حساب میشه نصاب زکات و پرداخت زکات. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد من یک سوال داشتم. من چیزی که شنیدم میگه این شیعای خوسی که هست میگه اینا به صحابه میگه لعن و نفرین نمیکنه، میگه عقاید اینا که شیعه 12 امامی فرق میکنه. نظر شما چی هست در این باره؟ باشه، در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز. تشکر. شیعیان حوثی برادر عزیز و بزرگوار، شیعیانی که در یمن هستند، اینها بهشون میگن شیعیان زیدی. یکی از فرق شیعه هستند که پیرو زید ابن علی ابن ابی طالب هستند. خودشون رو پیرو ایشان میدانن و میگن که ایشان یکی از امامان بوده. نزدیکترین فرقه به اهل سنت و جماعت شیعیان زیدی هستند. شیعیان زیدی به خلفای راشدین، به صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن و نفرین نمی کنن، به امهات المؤمنین لعن و نفرین نمی کنن و به اونها توهین و اهانت نمی کنن. به خیلی از اعتقاداتی که شیعیان اثناعشری دارن اونا اعتقاد ندارن، مثلا به صیغه، به خمس، به خیلی از مسائلی که به این شکل مطرح هست اکنون در بین شیعیان اثناعشری، اونا اعتقاد ندارن. اعتقاد دارن که ابوبکر و عمر 2 امام عادل هستن. فقط در قضیه عثمان و علی که میاد میگن که علی برتر از عثمان است. این یکی از اعتقاداتشان هست و خیلی از انحرافات شرکی که در بین شیعیان اثناعشری است، قبر پرستی و نمیدونم زیارت و بارگاه و اینجور چیزا، در بین شیعیان زیدی اصلی وجود ندارد. اما آیا
امروز شیعیانی که در یمن هستند، جماعت حوثی، انصارالله که به اینا میگن، آیا اینها شیعیان زیدی هستند یا شیعیان اثناعشری هستند؟ دوستان عزیز، بعد از انقلاب منحوس خمینی طبیعتاً همانطوری که در افغانستان، در تاجیکستان، در خیلی از کشورها سپاه پاسداران و حوزه علمیه و اینها رفتن تشیع رافضه‌گری رو در اونجا نشر کردن، یمن هم از این قضیه مستثنا نبود. اینا بردن تعداد زیادی از شیعیان حوثی رو که یکی از رهبران بزرگشون بدرالدین حوثی بود و بعد از اون که فعلا پسرش هست عبدالملک حوثی، اینها رو بردن در ایران و اینها رو شیعه اثناعشری کردن. جماعت حوثی که امروز در یمن هستن اینا شیعه زیدی نیستن. برای تقیه و برای فریب دادن اهل سنت شاید خودشون رو شیعه زیدی معرفی بکنن، اما اینها عقیدهشون عقیده رافضه‌گری است، عقیدهشون عقیده اثناعشری است. اینا رو بردن در ایران شستشوی مغزی دادن و اینها رو تبدیل به شیعه رافضی کردن و در بینشون سب صحابه، توهین و لعن کردن به خلفای راشدین، به امهات المؤمنین هست. البته در داخل گروه حوثی ها هستن از افراد عامشون کسایی که زیدی هستن، همون اعتقادات زیدی رو دارن. حکومت سابقی که در یمن حاکم بود، علی عبدالله صالح و خیلی دیگری از کسانی که فعلا مخالف حوثی ها هستن، اینا شیعیان زیدی هستن، یعنی اعتقادشون همون اعتقاد شیعیان زیدی است. و علمای زیادی مانند امام شوکانی مثلا که یکی از ائمه اهل سنت محسوب میشه، ایشان زیدی مذهب بودن و اعتقادات زیدی های اصلی، شیعیان زیدی اصلی با اهل سنت اختلافات خیلی بسیط در بعضی از موارد دارن. اما اینکه آیا حوثی‌ها شیعیان زیدی هستن؟ نخیر، اینا شیعیان رافضی هستن. اینها رو ایران تربیت کرده، اینا پایگاه داشتن در قم، در مشهد، در تهران و همانطوری که در افغانستان تشیع رو پخش کردن، در تاجیکستان رافضه‌گری رو پخش کردن، در یمن هم پخش کردن. متاسفانه این یکی از اسباب جنگ ها و درگیری ها در یمن شد. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی میبخشید، در مورد زید مذهب زیدی باید بگم که زید ابن علی، یعنی امام زین العابدین، زید ابن علی زین العابدین ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب است که شیعیان زیدی خودشون رو پیرو ایشان میدانن. بفرمایید برادر عزیز. استاد عزیز، من چند تا سوال داشتم. استاد عزیز، چند وقت اولش بعد از سایت‌های عربی نمی‌فهمیدن راست یا دروغ میگن که شیخ ولید ابن اسماعیل رحمه الله به جرم دفاع از رسول الله و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به زندان افتاد. این موقعیت برایانی نه، به جرم دفاع از صحابه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به زندان نرفته. با کسی بحث و گفتگو کرده بود و فکر کنم بعضی مسائل شخصی، توهین‌های شخصی، آن بنابر ادعایی که در محکمه شده، بعضی توهین‌های شخصی کرده، حالا طوری که میگن، و اون طرف شاکی شده، شکایت کرده و بر اساس شکایت اون طرف دستگیر و 2 سال زندانی شده. ربطی به صحابه و رسول الله صلی الله علیه و سلم نداره. استاد عزیز، در مورد دست بستن در نماز، ببینید اکثر علما مثلا همون خطیب‌های مسجد الحرام وقتی ما ویدیوهاشو نگاه می‌کنیم، یعنی دست به حتی نه نزدیک گوش میبرن، فقط همینجوری بلند میکنن دیگه تمام. ماجرای این چیه؟ باید به چه قدر برسانیم استاد عزیز دستمون رو ببریم بالا؟ آیا به نرمی گوش برسانیم یا نه؟ یعنی چه جوریه؟ باشه، چشم، در این موردم صحبت میکنم. یک سوال دیگه هم داشتم استاد، اگه در این موردم صحبت کنید ممنون میشم. بفرمایید. استاد عزیز، رفع الیدین البته خب بعد از اینکه از رکوع بلند میشیم دوباره رفع الیدین همینه که دوباره دست رو ببریم تا نرمی گوش یا خیر؟ در این موردم توضیح بدید. باشه، چشم حتما ان شاء الله. زنده باشید. تشکر. زنده باشید. سلامت باشید.
ببینید اصل صحیح در بالا کردن دست در تکبیر تحریمه و در تکبیراتی که سنت است بعد از بلند شدن از رکوع، رفتن به سجده، بلند شدن در رکعت دوم که به نام رفع الیدین معروف هست که یک مسئله به اصطلاح جنجالی است در افغانستان و در بعضی از کشورها. کسی که رفع الیدین کرد میگن که وهابی است و فلان است. نه، رفع الیدین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و بابی است در بخاری، در کتاب صحیح بخاری، در کتاب صحیح مسلم، احادیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم در باب رفع الیدین روایت شده است. در مذهب حنفی میگن دستها باید تا نرمه گوش تا اینجا بالا شود. در نزد شوافع و حنابله و جمهور علما میتوانیم بگیم دستها رو بلند کردن تا قسمت شانه سنت است. هر کدام دلایل خاص خودشون رو دارن. به عنوان یک طالب علم کدامش قوی تر است، کدامش دلیلش صحیح تر است از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بلند کردن دست تا شانه روایت های صحیح و سند از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و مذهب جمهور علما غیر از احناف همین است که شافعی، مالکی، حنبلی به اصطلاح اهل حدیث اینا همه تا شانه بلند کردن دست این سنت است. از ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا بدأ الصلاة یرفع یدیه حذو المنکبین، یعنی تا شانه‌اش رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند می‌کردند و اذا رفع من الرکوع رفعهما دون ذلك، وقتی هم که در رکوع بالا می‌شدن همچنین این کار رو انجام می‌دادند. در موطأ امام مالک، در ابو داود، در روایت های دیگری هم هست در این مورد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین روایتی هم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستشون تا نزدیک نرمه های گوششان بالا میکردن. این که بعضیا دستشون رو که بلند میکنن اینطوری نرمه گوششون رو میگیرن، این بدعت است. این در حدیث ثابت نشده. شستشون رو تا پشت نرمه گوش بلند کردن، این هم در حدیث ثابت نشده. و این مسائلی است برادر عزیز و گرامی که چه دستتو در اینجا بلند بکنی، چه دستتو تا اینجا بلند بکنی، نماز درست است. این نه جزء واجبات نماز است، نه جزء فروض است، نه جزء سنت مؤکده است. یعنی بلند کردن دست درست، تا کجا بلند کردن مهم نیست، تا شانه بلند میکنی، تا نرمه گوش بلند میکنی. این مسائلی است که زیاد نباید به اون گیر داد. اما آنچه که در سنت صحیح ثابت است تا شانه ها بلند کردن دست سنت است. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین استاد؟ بخیر هستین؟ سلامت باشید برادر عزیز. من سوال داشتم استاد درباره قربانی. من گفتم پدر و مادرم حیات است، نه زنده از خانه است. بله. یک فامیل میکنیم، یک جای یک فامیل میشینیم. من هر سال قربانی میکنم برای اونا میکنم. خودم فامیل برسم قربانی به نام اونا میکنم، بر خودم نمیتونم بکنم. چه رقم میشه؟ همین سوال ما بود. برای یک اهل بیت یعنی چی؟ یک خانواده‌ای که در یک خانه زندگی میکنن، برای خودش، فرزنداش، همسرش، پدرش، مادرش که در یک خانه زندگی میکنن یک قربانی کافی است. بعضی عادت دارن یک قربانی برای خودش، یکی برای همسرش، یکی برای مادرش، یکی برای پدرش. اگر که پول داره، وضع زندگیش خوب است، 100 تا قربانی بکند. متوجه هستید؟ اما نه اینکه انسان بره قرض بکنه، قواله بکنه، خودشو به سختی و مشقت بندازه، برای هر کس یک قربانی جداگانه بکنه. یک قربانی در یک اهل بیتی که در یک خانه زیر یک سقف زندگی میکنن، یک قربانی کافی است. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر.
بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید برادر عزیز، بفرمایید از تاجیکستان. دوستانی که تماس میگیرن لطفاً صدای تلویزیونتون رو کاملا ببندید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد بزرگوار، بفرمایید. من پخش زنده تماشا میکردم، یک سوالی داشتیم. بفرمایید. سوال من در یک اتفاق رخ داده در منطقه من، در مورد سوال من در مورد طلاق. والا مسائل نکاح و طلاق و اینها رو از علمایی که در منطقه هستن و همه کسانی که در این قضیه زن و شوهر مسائل طلاق و این چیزا هست پیش یک عالمی برن و هر کدومش حرفای خودشون رو بزنن، چون مسائل طلاق و اینها مسائل حساسی است، نمیشه که در تلفن اینا رو پاسخ داد برادر عزیز. نه من خودم در افغانستان نیستم، البته اینا شنیدم، همون جایی که امام مسجد بودن هی حکم بهشان دادن یا آدم با یک زبان 3 تا طلاق دادن، خانمشان جدا شد، از امام مسجد پرسیدن، گفتن که آقا از یک دیگه بیارین، حلالا نمیدونم چیه، بس زنتان به شما حلاله. نه این که امام مسجد گفته که یک کسی دیگر رو بیارید و با زنت ازدواج بکنه و بعداً طلاق بده و بعداً تو بگیر دوباره، این غلط است. رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت کردن کسی که این کار رو میکنه. 3 طلاق در یک مجلس، 3 طلاق، کسی که مثلا به همسرش گفته باشه طلاق 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 هستی، در یک مجلس 3 طلاق دادن 1 طلاق حساب میشه. میتواند که در داخل یک پاکی، در داخل یک طور رجوع بکند و هیچ مشکلی ندارد. پشت سخن امام مسجد هم نگردید. من در مورد همین از زبان شما میخواستم بشنوم، آیا در اسلام آیا این همچین چیز جایز است؟ نه جایز نیست، حرام است. کسی که این کارو بکنه خداوند لعنت میکنه. بعضی از این ملاها که هستن متاسفانه فرصت طلب هستن و اینها به خاطر اینکه خودشان به خاطر شهوترانی خودشان اکثرا خودشان بعد این کارو میکنن. اینها یعنی جایز نیست. این که رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن کردن کسی که این کارو بکنه. ببینید کسی که 3 طلاق میشه، 3 طلاق متعدد پشت سر هم در بدون رجوع در مجالس متعدد 3 طلاق داده باشه، در اون صورت این زن تا قیامت بر او حرام میشه، الا اینکه این زن بره با کسی ازدواج بکنه. ازدواج کرد، با یک کسی ازدواج کرد، زندگیش آرام شد، خلاص با اون گذراند، نباید مجبورش بکنن که از اون جدا بشه. اما رفت با کسی ازدواج کرد، بعد از مدتی مشکلی پیش آمد، از اون طلاق گرفت، در اون صورت همسر اولیش که 3 طلاق شده میتواند که با او ازدواج بکند. در غیر او اگر کسی بیاد یک نمایشی درست بکنن، یک سناریوی درست بکنن که خلاص این زن رو میبریم نکاح میکنیم با یک کس دیگری، بعد اون طلاق میده، بعد شوهرش دوباره با اون نکاح میکنه، کسی که این کار رو میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم او را لعن کردن. این جایز نیست. بعضی از ملاها که اینا عالم دین نیستن، یک چارقلی رو یاد داره، امام مسجدی شده در یک روستایی و عالم نیست، ملا نیست و میاد اینطوری فتوا میده، بعد اکثرا خودشان هم این کار رو میکنن. اینا انسانایی هستن که سوء استفاده میکنن از جهالت مردم. تشکر از شما استاد بزرگوار. وقتم گرفتن در مورد این یک کم واضح‌تر صحبت کنین دیگه انشاءالله درست میشه. من زیاد وقت را نمیگیرم جناب استاد بزرگوار. سلامت باشید. خداوند شما را به من و عزت بده. سلامت باشید. در آخرت جنت الفردوس انشاءالله نصیبتان کنه. سلامت باشید. تشکر. زنده باشید. سلام علیکم. خدا نگهدار شما. ببینید دوستان عزیز، خیلی از مسائل دین هست که هر مسلمان بر او واجب است که اینا رو بدانه.
امروز متاسفانه ما در جوامع زندگی میکنیم که اگر به کسی گفتیم که حالا تو باید مسائل دین رو یک کمی ازش آگاه باشی، میگه من که ملا نیستم، طالب نیستم، ملا نیستم، قاری نیستم. شما الان مثلا در آمریکا زندگی میکنید، در اروپا زندگی میکنید، در کشور عربی زندگی میکنید، در داخل افغانستان زندگی میکنید. شما آیا از قوانین مکانی، کشوری، شهری که در او زندگی میکنید آگاه هستید یا نیستید؟ به طور مثال رانندگی میکنید، به چراغ قرمز رسیدی. در همه کشورها از چراغ قرمز رد شدن جریمه سنگین داره. در عربستان سعودی تقریبا چیزی در حدود $1000 جریمه است کسی که از چراغ قرمز رد بشه. شما از چراغ قرمز رد شو، بعد پلیس شما رو نگه داره، بخواد براتون جریمه بنویسه. شما میتونید بگید که من خبر نداشتم که از چراغ قرمز رد شدن جرم است، جرم ترافیکی است. اگر این نفر رو زدید دبل جریمه میکنه شما رو. تو چطور لیسانس گرفتی، درایوینگ لیسانس گرفتی یا گواهینامه رانندگی گرفتی و تو از قوانین ترافیک خبر نداری؟ چون وقتی که شما گواهی رانندگی میگیرید، لیسانس میگیرید، اول شما باید برید یک کورس هایی است بخوانید. در این کورس ها 2 بخش داره. یک بخش میرید عملا رانندگی رو به شما یاد میده، یک بخش دیگری است که علامت های ترافیکی رو به شما یاد میده که اینجا این علامت نشان دهنده این است که ممنوع است این کار رو نباید انجام بدی. عموما علامت هایی که ممنوع است یک دایره سرخی می باشه و علامت های ارشادی است که به شکل مثلث آبی می باشه در اکثر کشورها که شما رو راهنمایی میکنه. اینجا سرعتتو کم کن، اینجا سرعتت اینقدر باشه، اینجا فلان است. این ارشاد میکنه شما رو. شما وقتی اینها رو خواندید، عموما در اکثر کشورها بین 10 روز تا 15 روز است. بعد از اون شما میرید امتحان میدید، همه اینا رو از شما میپرسن. بعد از اون به شما گواهینامه رانندگی میدن. بعد از اینکه گواهینامه رانندگی گرفتی، اگر جرمی مرتکب شدی که مخالف قوانین راهنمایی و رانندگی باشه، شما نمیتونی بگید من نمیدونستم. میدانستی، نمیدانستی، شما الان این لیسانس دستت هست و شما به خاطری که این رو گرفتید همه این قوانین رو قبول کردید. اگر نداشتید گواهینامه رانندگی، نداشتید لیسانس، نداشتید، ماشینتون هم ضبط میکنن، خودتون هم میبرن زندان، جریمه سنگین هم میدید. چرا؟ چون بدون لیسانس، بدون گواهینامه رانندگی کردن در خیابان‌های شهرها در کل دنیا ممنوع است. دقیقاً همین چیز در اسلام. شما یک شناسنامه‌ای دارید، یک گواهینامه‌ای دارید به نام اسلام. خودتون رو میگید من مسلمان هستم. وقتی که گفتید لا اله الا الله محمد رسول الله، شما این گواهینامه رو گرفتید، نامتان شد مسلمان. الان از قوانین این دین باید آگاه باشید. از اموری که ممنوع است، از اموری که مباح است، از امور ارشادی، از عبادات، از تکالیف، از موضوعاتی که باید شما بدانید، باید آگاه باشید. این وظیفه یک ملا نیست. یعنی ما درست است در جوامع اسلامی یکی مثلا عالم بود، فقیه بود که امور پیچیده دینی رو بیان میکرد، اما همه مسلمان ها آنچه که باید بدانند از امور دین رو باید بیاموزند. نه اینکه کوچکترین مسئله فرائض و نمیدونم واجبات عبادات رو هم باید بری از ملا بپرسی. اینها رو باید هر مسلمان بدانه. قبل از ازدواج بر هر دختر و پسر مسلمان واجب است که امور طلاق، نکاح، حقوق زن و شوهر، این مسائل را مطالعه کنند، بفهمند. ازدواج کردن خیلی مهمتر از گرفتن گواهینامه رانندگی است که به خاطر اون میرید کتاب میخونید، میرید وارد کورس ها میشید، میرید دوره رو میبینید تا که برید گواهینامه بگیرید. اما طرف نکاح میکنه، بعد از 1 ماه 2 ماه گذشت
میشینه در یک مجلس اعصابش خورد میشه 10 تا طلاق میده زنشو، بعد دنبال ملا میگرده که بیا اینو مشکل من رو حل بکن. باید این مسائل رو ما بدانیم. یعنی وضو، دیروز یکی از دوستان میگفت که در دبیرستان یا در لیسه به اصطلاح در افغانستان در یکی از کلاس ها 70% دانش آموزا واجبات وضو رو نمیدانند. واجبات وضو رو نمیدانند و این مصیبت است. ما نباید مفتخور باشیم که یک ملایی هست، امام مسجدی هست، خلاصه وظیفه فرایض و واجبات و ارکان اسلام و همه چیز ما به دوش اوست. هر جا مشکل گیر کردیم باید بریم از او بپرسیم. نه، یک کتابی بگیرید، مثلا شروط الصلات هست در ایران، مثلا در بلوچستان من یک کتاب جالبی رو دیدم به نام معلم دین. یعنی آنچه که یک مسلمان نیاز داره به طور مختصر در این کتاب آورده بودن. خیلی جالب بود. مسائل نماز، روزه، زکات، حج، امور مختلف، مسائل اعتقادی، همه رو جمع کرده بودن در یک کتاب. باور کنید بعد از همین صحبتی که شد، یعنی تصمیم گرفتم که کتاب مختصری ولو این که در 100 صفحه باشه، امور مهمی که یک مسلمان در زندگی روزمرهش باید بدونه آماده باید بکنیم. این وظیفه علماست، این کار رو باید بکنن. تصمیم گرفتم که یک چیزی مثل این آماده بکنیم. بیایم همین ارکان اسلام رو به شکل مختصر، هر کدومش میشه در 2 صفحه مختصرش کرد. ما وارد درست است یک نفری مثلا مشکلات فقهی بسیار پیچیده‌ای داره، میره پیش علما حل میکنه، اما طرف نمیفهمه که مقدار زکات چقدر هست. خب این خیلی ساده است. این رو باید در یک کتابی که در مورد زکات توضیح داده میشه این مسائل ذکر شده در اونجا. نمیدونه که واجبات غسل چی است. طرف 40-50 سال غسل کرده، غسل غلط کرده. یعنی غسل جنابتش از نگاه شرعی قابل قبول نبوده. مگر واجبات و فرایض و واجبات و سنن غسل چقدر؟ 1 صفحه میتونه. امروز همه چیز الحمدلله طریق اینترنت، از طریق هوش مصنوعی در دسترس مردم است و کتاب ها ماشاءالله. مثلا شما میتونید در کتابخانه قلم یا کتابخانه عقیده اسلام هاوس اینجا مراجعه بکنید. در مورد هر موضوعی از موضوعات دین در اونجا کتاب هایی وجود داره که شما میتونید از اون استفاده بکنید. انسان باید در مورد دینش اطلاع داشته باشه. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. میخواستم با قاری صاحب که تلویزیون صحبت میکنه گپ بزنم. بفرمایید، در خدمت شما هستم. بله بفرمایید. سلام علیکم. قاری صاحب خوب هستین؟ صحت خوب؟ سلامت باشید. تشکر از شما. بفرمایید. ببخشید که مزاحمتان شدم. من یک سوال داشتم. شوهرم در جرمنی است، خودم در افغانستان هستم. 4 سال میشه که شوهرم رفته. یک بچه‌ک 3.5 سالم دارم. درست. من مناسبات ممرای خوشیم، من 4 سال خانه خوشیم بودم. مناسبات ممرای خوشیم سرم دیگه کاسه و چیزا برآمد. این خوشیم گرفت، زنگ زد به شوهرم در جرمنی. شوهرم بسیار درباره ما گپای چتیات گفت دیگه. این که گپای درباره ما برش گفت که هیچ دیگه قابل گفتن نبود. که من هیچ چیز من نمیبخشمت که تو زنت طلاق نکنی. کوی شوهرم به من زنگ زد گفت چی گپ از در خانه ما گفتم هیچ گپ نیست تا که ما گپا قصه کنم برش قناعت بتمش. هیچ گپ ما گوش نکرد. مرا گفت 1 طلاق 2 طلاق به طلاق 3 ما قطع کردم. هیچ گپش گوش نکردم. حالی هم 1 هفته میشه که هیچ شوهرم به من زنگ نمیزنه، کسی هیچ ارتباط ندارم. به پدرم زنگ زد، به مادرم زنگ زد. شوهرم از جرمنی گفت دخترتان بیایی بگیری، من هیچ کارش ندارم، دخترتان به من حرام شده. اونو گفت بچه‌ش از دلش میگیره، دلش نی، من کارش ندارم، بری دخترتان بگیری بیایی. خب پدرم آمد پشتم مرا گرفت آمد خانه خود. حالا 1 هفته میشه که من در خانه مادرم هستم. شوهرم هیچ گپ نمیزنه کتم. حالا من سوال من دایی است که ما طلاق شدیم یا نشدیم؟ بله، یک طلاق، یعنی در این که طلاق واقع شده همه مذاهب اسلامی متفق هستند در این که طلاق واقع شده. در این که آیا 1 طلاق شده یا 3 طلاق شده، در این مسئله اختلاف است. لحظاتی پیش گفتم جمهور علما
جمهور علما و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه بر این عقیده هستند که در یک مجلس اگر 3 طلاق داده شود 1 طلاق حساب می شود. در اینکه شما طلاق شدید در اینکه هیچ شکی نیست، یعنی همه مذاهب متفق هستند، اما تنها اینکه آیا 3 طلاق شدید یا 1 طلاق، مذهب حنفی میگه که 3 طلاق و بقیه مذاهب میگن نه 1 طلاق واقع میشه. اگر از من بپرسید که آیا این 1 طلاق است یا 3 طلاق، به نظر من بر اساس رأی علما 1 طلاق واقع شده است فقط. تشکر بسیار. حالا شوهرم هیچ به من زنگ نمیزنه، بیادر کلانش زنگ زده میگه زنگ بزن، بسیار تو در حالت خشم بودی، به جانت نفهمیدی، اعصابت خراب بود، تو یه پا گفتی از پشت موبایل یه گپ هیچ قابل قبول نیست. حالا شوهرم ننگ کرده بسیار دیگه، میگه نه ما چه رقم پس بزنم زنگ بزنم، ما حالا زنم طلاق گفتی مال ما چه رقم به زنگ بزنم. نه این جهالت است، یعنی این جهالت است که یک مرد به که حالا طلاق دادم چطور زنگ بزنم. طلاق دادی، ببینید الله سبحانه و تعالی طلاق را هم مشروع قرار داده، نکاح را هم مشروع قرار داده. در جامعه‌ای که اصلا طلاق نباشد این جامعه یک جامعه سالم نیست، چون انسان از گاهی اوقات مشکلی پیش میاد طلاق میداد، طلاق بکند دوباره رجوع بکند هیچ مشکلی نیست. در داخل یک پاکی اگر همسرتان بیاید و با شما زندگی بکند، همبستر شود، نیاز به نکاح هم نیست. اما بعد از اینکه یک عادت ماهانه بگذرد باید دوباره نکاح بکنن، یک ملایی رو بیارید نکاح بکنید با حضور 2 تا شاهد و قضیه تمام است. یعنی اما اگر اینکه یک مرد میگه نه خلاص من دیگه اصلا این زن رو نمیخوام با این زندگی بکنم، طلاق است. ببینید خواهر گرامی، طلاق پایان زندگی نیست برای یک زن. شاید رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که المؤمن امره كله خیر، هر اتفاقی که برای یک مؤمن میافتد حتما در خیری هو است، همش خیر است. یعنی هر اتفاقی که شاید ما فکر بکنیم که این یک مصیبت است، این یک بلاست، این یک چیز بدی است، اما اگر انسان مؤمن باشد، متقی باشد، حتما این در خیر او است. و اگر که قبول نکرد، بر نگشت، ازدواج بکنید، به زندگیتان ادامه بدید. طلاق پایان زندگی نیست. شاید الله سبحانه و تعالی برای شما یک مرد بهتری، یک انسان بهتری از شوهر اولیتان نصیب بکند. تشکر بسیار. خوینال مرد بچه میترسم، خودتان میفهمی که اولاد چقدر شیرین است. باشه شاید بله درست، مشکل نیست. انسان‌هایی هستند که باور کنید که فرزند اندرشان را از فرزند خودشان بیشتر دوست دارن. یک انسان مسلمانی که خدا ترس باشد یعنی با فرزند شما بدرفتاری نمی کند. بعد یک مسئله مهم دیگری است که اینو به مادرها بیشتر که این موضوع رو مطرح میکنن که فرزندم مهم است، فرزندم همه چیز است، فرزندم رو دوست دارم. همین فرزندی رو که شما دوست دارید 10 سال بعد 15 سال بعد میره زن میگیره، ازدواج میکنه، میره، بعد از اون شما تنها میمانید. شاید با کسی ازدواج کرد که اصلا نذاشت شما در خانه او زندگی بکنید. بعد در اونجا نیاز دارید به یک شوهری که محرم شما باشد، در کنار او زندگی بکنید. کسایی که میگن من به خاطر فرزندم این کار رو میکنم، فرزندت اگر دختر باشه فردا ازدواج میکنه میره، معلوم نیست با کی ازدواج کنه کجا بره. و اگر پسر باشه میره زن میگیره، برای خودش زندگی مستقل. شما برای خودتان زندگی بکنید. درست از فرزند و انسان تربیت میکنه، توجه میکنه، اما انسان برای خودش زندگی بکنه. خب حالا من سوالم دایی است که امیمه طلاق شدیم یا نه خیر؟ طلاق شدید؟ گفتم اینو خدمتون، 100% طلاق شدید. خب باز اینا 2 طلاقش در گوش ما آمده، طلاق سیمین من نشد. یک طلاق است. گفتم که اکثر علما رأیشان بر این است که اگر کسی بگه 2 طلاق باشه، 3 طلاق، 100 طلاق هم در یک مجلس بده، 1 طلاق حساب میشه. او هم بسیار در حالت خشم و در حالت عصبانیت در نکاح و در طلاق خشم و عصبانی و نرمال بودن و خوش اخلاقی و بد اخلاقی فرق نمیکنه. طلاق است واقع میشه ولو که در حالت عصبانی باشه. خب شوهرم هم در جرمنی است، من تو قرار زندگیم نیم کلم مانده. حالا من میگم یک بار افغانستان بیا که گپ با من فیصله کنه که حالا بی گپ چطور میشه. همین باش رو راست باش صحبت بکنید، بگید زندگی منو یک طرفه بکن، یا بیا نکاح بکن یا که خلاص جدا میشه. حالا من خودم به خاطری که باشه حالا من صحیح طلاقم واضح تر نشه، من خودم هم هیچ تا حال زنگش نزدیم.
او هم تا حال به من زنگ نزده. اگر زنگ هم زده من چوکی نکردیم از ترسی که باشه نام طلاق باز از دانه دینه برایم. نه، زنگ بزنید، شما زنگ بزنید یا اون زنگ بزنه، هیچ مشکلی نیست. این واقعیت زندگی است، انسان باید واقع‌گرا باشه، نمیشه که پنهان کرد. تشکر از شما خواهر گرامی، زنده باشید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. الو، بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. شب شما بخیر. شب شما بخیر. جناب استاد، 2 تا سوال داشتم. یکی این بود که مسیحی ها یک عقیده رو مطرح میکنن، میگن که عیسی مسیح گفته هر دینی بعد از من بیاد شریر شیطانه. مختصرا به دین اسلام نسبت میدن. ازتون در این مورد بدونم. بعد سال دوم هم این بود که نسل جدید خصوصا در 80 به بعد نسبت مسائل دینی خیلی بی‌رغبت هم. بعد در این زمینه میخواستم، البته مخصوص شیعیان نیست، در بین سایر حال در ایران که من اینجور دیدم در بین سایر مذاهب هم هست. درست. ممنون. باشه، چشم، در این مورد صحبت میکنم. خدا نگهدار شما. این که مسیحی ها میگن که عیسی علیه السلام گفته که هر دینی که بعد از من میاد شر است، این دروغ است. و همه میدونیم که انجیل و توراتی که فعلا در دست مسیحی ها هست، اینها تحریف شده است، در حالی که در سوره صف آیه 6 تا 9 از زبان عیسی علیه السلام الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد، که به پیامبری که بعد از من میآید و اسم او احمد است. و این مسئله در تورات، در انجیل قدیم که بعضی از نسخه‌های خطیش هم در بعضی از کشورها هنوز هم وجود داره، ذکر شده که در بین کوههای مکه پیامبری مبعوث میشه در اونجا که مردم رو به سوی توحید و یکتاپرستی دعوت میکنه. این ادعا هر کس ادعا میکنه. کمونیست‌ها ادعا میکنن که اسلام بر باطل است، یهودی ادعا میکنه که مسیحیت بر باطل است، و یهودی‌ها اعتقاد دارن طبق اعتقادشون که امین عیسی علیه السلامی که انجیل رو آورد این دجال است و عیسی اصلی تا هنوز نیامده و در آخر زمان میاد، و هر کس مخالف خودش رو تکذیب میکنه. این یک طبیعت بشر هست. اما سبب دینگریزی، برادر عزیز بزرگوار، اسباب مختلفی وجود داره در دینگریزی. ما خیلی از کسایی که امروز ملحد هستن یا از دین بریدن یا بر ضد دین تبلیغ میکنن یا به نام آتیست و نمیدونم فلان و اینها روشنفکر رو در بین مردم بر علیه اسلام تبلیغات میکنن، اسباب مختلفی داره. خب بعضیا شاید مثلا در زمانی که اصلا این اسبابی که فعلا ذکر میکنم در اون زمان وجودم نداشته، انسانهای ملحد بودن و این طبیعت بشر است. بعضیا هستن ایمان ندارن، اعتقاد ندارن، انکار میکنن. اما امروز چرا در جوامع اسلامی، مثلا در ایران، در افغانستان، در تاجیکستان شاید کمتر، در افغانستان کمتر، در ایران بیشتر، چرا مردم دینگریز شدن؟ اسباب اجتماعی هست. یکی از به اصطلاح در یک جامعه اسلامی وقتی که جوانها میبینن که تعدادی از مردم در رفاه و آسایش زندگی میکنن و تعدادی مردم در فقر و بدبختی زندگی میکنن، فکر میکنن که سبب فقر و بدبختی و اون فقری که خود این جوان گرفتارش بوده حتما دین است، در حالی که اینطوری نیست. امروز خیلی از کشورها، حتی خود همین آمریکایی که امروز ابرقدرت دنیا هست، ترامپ یک مسیحی متعصب است، یک مسیحی کاملا مذهبی و متعصب است، و خیلی از وزرا و افرادی که در دولت ترامپ هستند افراد مذهبی و متعصبی هستند، افراطی مذهبی هستند. شما تصور کنید مثلا یک
داعشی در اسلام چطور انسان افراطی است، ترامپ و کابینه‌اش اینا همینطور انسان‌های مسیحی‌های افراطی هستن، دیندار افراطی هستن، معتقد به دینشان هستن. جهل امروز چند درصد از من لحظات پیش ذکر کردم که در کلاس مثلا 12 در دبیرستان در لیسه 70% شاگردا واجبات وضو رو نمیدانند. جهل دینی یکی از اسباب است. طرف میاد یک ملحدی میاد یک دروغی رو در یک برنامه در تیک تاک میگه، جوان مسلمانی که از دینش خبر داره متاثر میشه، فکر میکنه که اون داره راست میگه. یک تهمتی رو به اسلام یا به پیامبر صلی الله علیه و سلم میبنده، یک آیه‌ای رو یک حدیث رو وارونه تفسیر میکنه یا ترجمه میکنه، چون این جوان از دینش آگاهی نداره متاثر میشه. و جهل، چه جهل دینی باشه چه جهل در علوم عصری باشه، اینا همه میتونه که اسباب بیدینی و دینگریزی باشه. برخورد و تعامل سخت و افراط‌گرایانه در بین علما، در بین دعوتگران، در بین حکومت‌هایی که به نام دین حکومت میکنن یکی از اسباب میتونه باشه. حتی الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آیه میفرماید، آیه 159 سوره آل عمران است. دوستان اگر نشون بدم فبما رحمت من الله لنت لهم، میگه به سبب چه رحمتی از طرف الله سبحانه و تعالی است که تو با مسلمان ها نرم خو و مهربان شدی. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر تو انسان تندخو، سخت دل، نامهربان می بودی قطعا از اطراف تو پراکنده می شدن. اینو به کی میگه الله سبحانه و تعالی؟ به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ای محمد، تو با رحمت، یعنی با اخلاق، با مهربانی، با عطوفت، تو اینها رو به طرف خود گرویده کردی. اگر تو انسان سنگدل می بودی، تندخو می بودی، خشن می بودی، بد اخلاق می بودی، اینها از تو دور می شدن. بعد از اون فاعف عنهم، اونها رو ببخش، واستغفر لهم، برای آنها طلب استغفار کن، و شاورهم فی الامر، با آنها مشاوره بکن، مشوره بکن در امور. شما تصور بکنید یک انسان منافق است، یک انسان یعنی نافرمانی الله و رسول کرده، الله متعال چی میگه؟ و این صفت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، اونا رو ببخش، اشتباه کردن گناهشون رو ببخش، طلب استغفار بکن براشون و با اونها مشوره هم بکن. شما تصور بکنید فاذا عزمت فتوکل الله، و اگر عزم کردی، اراده قوی کردی، به الله سبحانه و تعالی توکل بکن. میخوایم این رو بگیم که حتی پیامبر اسلام اگر تندخو و خشن می بود علیه بالله، مردم از اسلام متنفر می شدن. امروز عالم دین ما، امام مسجد ما، جوانها رو از مسجد متنفر می کنن، از دین متنفر می کنن. کودک 7-8 ساله وارد مسجد میشه، همه جماعت انگار قیامت شده. یک بچه کی آمده داخل مسجد؟ باید اینا 1000 مرتبه خدا رو شکر بکنن که کودکی وارد مسجد شده. من کسی رو میشناسم که ملحد شده فقط به خاطر چی؟ که وارد مسجد که شده، امام مسجد چند تا سیلی به صورتش زده، برو بچه برای از مسجد. خب این اشتباهه. مردم رو از دین. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت نمازن، در سجدن، کودکی میاد بر شانه‌های پیامبر سوار میشه، پیامبر سجده رو طولانی میکنن، صحابه نگران میشن که حتما اتفاقی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم افتاده. اما بعد متوجه میشن که کودکی بوده بر شانه پیامبر صلی الله علیه و سلم سوار بوده. و امثال این ما صدها روایت داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم و رفتارشون و اخلاق خوبشون. مثلا در آیه دیگری الله سبحانه و تعالی در سوره کهف، دوستان عزیز اگر نشون بدن، فلعلک
باخع نفسك علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. میگه که تو از بس که غم اینها رو میخوری که این مردم هدایت شون، این مردم مؤمن شون، این مردم به الله ایمان بیاورن، میخوایی از غم و اندوه این مردم خودتو هلاک بکنی که اینا چرا به این قرآن ایمان نمیآورن، چرا مؤمن نمیشن. یعنی پیامبر دعوتشو میکرد، وظیفهشو انجام میداد، بعد از اون غصه میخورد چرا ابو جهل باید کافر از دنیا بره، چرا ابو لهب باید کافر از دنیا بره. میرفت اصرار میکرد، ناراحت میشد، غمگین میشد که اینها باید، یک نفر که کلمه میگفت مسلمان میشد، پیامبر چقدر خوشحال میشد که یک نفر از آتش جهنم نجات پیدا کرده. امروز ملاهای ما با دو دسته مسلمان ها رو به آتش جهنم میندازن. 4-5 سال شد در افغانستان نصف جامعه دخترها از تعلیم منع شدن. به خاطر چی؟ وقتی که 2 تا ملا نشستن میگن که دختر نباید که درس بخونه. خب این بیزار کردن مردم از دین است. الان شما دخترانی که مثلا الان 4 سال 5 سال از تحصیل محروم شدن، در خانه نشستن، تأثیر این فتواها، تأثیر این عملکردها بر ایمانشون، بر اسلامشون، بر عقیدهشون و در 4 طرف ما هم از طریق اینترنت، سوشال میدیا، کانال ها، از طریق میدیا عموما دشمنان اسلام همین مسائل رو بهانه کردن بر علیه اسلام تاخت و تاز میکنن. میگن بله این اسلام است، این دین است، این قرآن است، این سنت است که این گونه مردم رو از پیشرفت و ترقی و علم و دانش محروم کردن. بدنام چی میشه؟ بدنام دین میشه، بدنام اسلام میشه، بدنام قرآن میشه، بدنام رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه، به خاطر حماقت 4 تا ملای جاهل. دین رو مسخره کردن. نتیجه شما در ایران دیدیم. بعد از 40 سال که این آخوندهای منحوس در ایران حکومت کردن، مردم دست مردم ایران دارن از دین بیزار میشن، از دین خارج. به مجردی که پاش به اروپا برسه هرچه بد و بیراست بر علیه اسلام میگه. چرا؟ چون فکر میکنه که نماینده اسلام آیت الله و حجت الاسلام و این آخوندها هستن و عملکرد اینها هم عملکرد اسلام است، دین است، سنت پیامبر است. و عملا مردم را از دین بیزار کردن. امروز خود مردم ایران اقرار میکنن، شهادت میدن که دینداری ملت ایران در زمان شاه خیلی بیشتر از زمان آخوندها بوده بعد از 40 سال جمهوری اسلامی. و متاسفانه همین مسیر رو ما داریم الان وارد شدیم در افغانستان. بله در امارت اسلامی خدمت میکنن، کارهای زیادی انجام دادن، خیابانها رو درست کردن، تونل‌ها رو درست کردن، شهرک‌ها رو درست کردن، خدمات زیادی انجام دادن، خدا خیرشون بده. اما بعضی از عملکردهایشان مردم رو داره از دین متنفر میکنه. پس اشتباه فهماندن دین برای نسل جوان، نسلی که نسل علم و تکنولوژی است، امروز یک چت جی پی تی است، شما هرچی از او بپرسی پاسختو میده. 10 بار ازش بپرسی خسته نمیشه، 100 بار بپرسی خسته نمیشه، 1 مطلب و 1000 مرتبه ازش بپرسی جامع‌تر، کاملتر برات جواب میده. جوان جرئت نمیکنه بره پیش ملا بگه که من در وجود الله شک دارم، چون اگر این حرف رو بزنه ملا با سیلی میزنه زیر گوشش، تو غلط کردی که شک داری. بله شک داره، شکشو برطرف بکن، وظیفه تو همین است. مثلا در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از مشرکین آمد، این آیه رو دوستان نشون بدن. اومد یک جمجمه ای رو برداشت آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، این جمجمه رو اینطوری خورد کرد، استخوان پوسیده ای بود. گفت ای محمد تو میگی که انسان ها پس از مردن دوباره زنده میشن؟ من یحیی العظام و هی رمیم، کیست این که این استخوان پوسیده رو دوباره زنده میکنه؟
الله متعال دوستان اینجا نشون بدن در سوره یاسین: اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. آیا نمیبینه انسان که ما او را از یک نطفه پیدا کردیم؟ باز بحث میکنه، جدال میکنه، ستیزجو است. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، مثال میزنه برای ما که این جمجمه رو کی زنده میکنه. قال من یحیی العظام و هی رمیم، این استخوان پوسیده رو کی زنده میکنه؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره، بگو همون که اول بار این رو خلق کرده. انسان از چی خلق میشه؟ یک مرد میاد از همین خاکی که از او میوه‌جات، سبزیجات، گوشت، همین غذایی که میخوره، این رو میخوره، تبدیل به منی میشه، تبدیل به نطفه میشه، میره در رحم یک زن قرار میگیره، یک انسانی به وجود میاد. این انسان از کجا به وجود آمده؟ از همین عدم به وجود آمده. پس الله متعال ببینید که یک کافری که منکر وجود الله است، ملحد است. بعضیا میگن که ولید ابن عقبه گفت این رو، بعضیا میگن کسی دیگری بود. به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت این استخوان پوسیده رو کی زنده میکنه؟ الله نگو آی تو بدبخت شدی، تو مرتد شدی، تو فلان شدی، بزنید تو سرش، بگیرید گردنش رو بزنید بکشید. نه، دلیل آورد براش، دلیل عقلی براش آورد. الله متعال دلیل آورد که دیگه هیچ صداش در نیامد. همون کسی که تو رو از عدم به وجود آورد قادر است که این رو دوباره زنده بکنه. و این یکی از معجزات قرآن است. الان یک جوانی که در این عصر زندگی میکنه، ما این آیه رو بیاریم به عنوان یک دلیل عقلی قوی و یک معجزه علمی قرآن براش نشون بدیم که امروز علم داره سعی و تلاش میکنه که از حجراتی که در استخوان‌های پوسیده داخل قبر انسان‌ها وجود داره خواص ژنتیکی اونها رو در بیاره، یا استنساخ یک چیزی که سر و صداش هست تا هنوز موفق نشدن اما دارن سعی و تلاش میکنن. شاید هم یک روزی بشه. به طور مثال انشتینی که فیزیکدان معروفی که چند دهه از بیش از شاید یک قرن بیشتر از یک و نیم قرن شاید هم بیشتر از مرگش گذشته، استخوانش پوسیده، میگن میرن از به اصطلاح حجرات استخوان او رو میگیرن و خواص ژنتیکی او رو امکان داره که به انسان دیگری منتقل بکنن. یعنی من نمیگم که اینها موفق میشن یا موفق نمیشن، اما دارن برای این چیزا تلاش میکنن. و الله متعال در این آیه میگه که همین جمجمه، همین استخوانی رو که تو فکر میکنی پوسیده است، از بین رفته، الله سبحانه و تعالی دوباره میتواند همین رو زنده بکند. علم امروز به این اندازه پیشرفت کرده که دارن روی این کار میکنن که یک حجره ای رو از بدن یک انسان بگیرن، کپی همون انسان رو درست بکنن که کل صفات و ویژگی های همین انسان رو داشته باشه. یعنی شما یک حجره کوچیکی از بدن شما رو میگیرن، این رو وقتی که باز میکنن در همین حجره همه خواص ویژگی های ژنتیکی شما در همین حجره وجود دارد. از چشم و گوش و قلب و حس و حواس و ذکاوت و همه چیز. وقتی که ما دین رو درست به شکل صحیح نفهمندیم به جوانهایمون، طبیعتاً میرن به برنامه‌های گمراه کننده ملحدین گوش میکنن و این یکی از اسباب گمراهی است. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما استاد گرامی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. خدمت شما بگم در مورد فرزندآوری کمیت بهتره یا کیفیت بهتره بشید به نظر شما؟ حالا من دو تا ویژگی ها میگم. هر دوتاش خوبه؟ کمیتی که با کیفیت باشه خوبه.
پیشین دکتر عمرا طرفدار کمیت هست، دلیل هم داره. آمریکا تو افغانستان چطور شکست خورد؟ دلیل اصلی شکست خورد این بود که اونقدر افغانی کش خسته شد. گفت من برای چی اومدم افغانی همه دارم میکشم. افغانی مثلا زیاد بود به لحاظ کمیت زیاد بود اونقدر. سوریه هم همینطور دلیل اصلی که شکست خوردن همین بود. اونقدر افغانی کشتن، گفتن اصلا ما دیگه افغانی نمیکشیم میریم بیرون. از طرف دیگه هم همین اونم هست یکی از بالاخره یک مزیت پیروز شدن، به خاطر کمیت پیروز شدن. یکی از همین مشکلاتی که هست که دیگه کیفیت که هست، بالاخره امکانات افغانستان کمه. یکی از واجبات دین اسلام مثلا حج هست، یه گوسفندی داره، زمینی داره، از طرف دیگه هم تعداد زیادی فرزند داره. حالا چه کار بکنه؟ این مال اموالش بده به فرزنداش که محتاج نیازمندن، یا خودش بده واجب دینیش انجام بده. اونم هست. تو افغانستان مثل که جامعه سنتی هست، طرف ما هم دیگه بحث از ولی افغانستان چیزی که انتخاب کرده میگن کمیت بهتره، هرچی بیشتر باشه فرزند بیشتر زندگی بهتر. زنه تو ایران دیگه رفته این موضوع رفته باهاش یه بار میگن زیاد باشه، حتی سیاست های دولت یه بار میگن کم باشه. حالا شما بفرمایید دیگه. باش چشم در این مورد صحبت میکنم. تشکر از شما. خدا نگهدارت. ببینید دوست عزیز، اولا آمریکا به خاطری که زیاد افغانها رو کشت از افغانستان نرفت. آمریکا به خاطری که فکر کرده بود که ظرف 1 سال 2 سال قضیه رو یک طرفه میکنه، میاد 30-40 هزار نفری رو میکشه، بعد از اون قضیه تمام میشه میرن. اما دید که نه، این جنگ طول کشید 20 سال و در این 20 سال اقتصاد آمریکا در به در شد. صدها تریلیون دلار به آمریکا ضرر مادی رسید و نتیجه هم نداد. به جای اینکه مردم مثلا بیان طرفدار آمریکا بشن، بیان دموکراسی آمریکا رو، دموکراسی دروغینش رو قبول بکنن، اون برنامه‌های فرهنگی که در افغانستان داشت اونها رو پیاده بکنه، دید که نه، اینا اتفاق نیفتاد، بلکه مردم بیشتر به دینشون پایبند شدن. روز به روز نارضایتی در بین مردم بیشتر شد و این یک جنگ بی‌نتیجه بود. ما گاهی اوقات همون افتخاراتمون رو که و این یکی از به اصطلاح خباثت‌های میدیای ضد اسلام است که افتخارات امت اسلامی رو میخوان به بهانه‌های مختلف این رو توجیه بکنن. حالا سبب شکست آمریکا این بود و اون بود. نه برادر عزیز، سبب شکست آمریکا این بود که آمریکا در افغانستان ناکام شد، هم از نگاه نظامی هم از نگاه مادی. برای اونها ماده همه چیز است، پول، اقتصاد براشون همه چیز است. خدای اونها اقتصاد است. وقتی خداشون ضربه خورد، اقتصادشون ضربه خورد، اونا به زانو در میان و این سبب شد که در افغانستان شکست بخورن. این که گفتین طرف مثلا 4 تا مالی داره، گوسفندی داره، حالا حج بره، یا ببین حج خیلی واضح است. حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج برای کسی که استطاعت داشته باشه. استطاعت نداشته باشه حج برای فرض نیست. کسی که خونش رو میفروشه، زن و فرزندش رو در خانه کرایی در به در میگذاره میره حج، این حجش قبول نیست، چون این یک از شرایط مهم حج این است که استطاعت داشته باشه. مال و دارایی تو که به اصطلاح رزق و روزی فرزندانت است، تو اونا رو بفروش برو حج. کی گفته این رو؟ کدام اسلام گفته؟ یکی از عبادت هایی که الله سبحانه و تعالی شرط استطاعت رو در او قرار داده چی است؟ حج است. چون حج خرج و مصرف داره. تو خرج مصرف حج رو نداری، برو پول قرض بگیر، برو نمیدونم خونت رو بفروش، برو گاو و گوسالت رو بفروش که میخوام برم حج. این غلط است، اشتباه است. نه، وقتی که تو استطاعت نداری حج بر تو فرض نشده. بله، بیایم سر مسئله جمعیت. دوست عزیز، من که گفتم کمیت و کیفیت هر دوتاش مهم است. یک کشوری که جمعیت زیادی داشته باشه و در این کشور
نظام اسلامی حاکم باشه، عدالت و مساوات حاکم باشه، باور بکنید که در بهترین وضعیت میتونن زندگی بکنن. امروز شما کشورهای ابرقدرت دنیا رو ببینید، هر کدومشون بیشتر از 200 میلیون جمعیت دارن. آمریکا مگر 1 میلیون جمعیت داره؟ روسیه مگر 1 میلیون جمعیت داره؟ 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون، بیش از 200 میلیون جمعیت دارن ابرقدرت‌های دنیا. یکی از اسباب قدرت یک جامعه جمعیتش است. البته جمعیتی که نه مثل ایران که 4 تا آخوند شکم گنده بیان دارایی ملت رو به غارت ببرن، ملت گرسنه ببونه، بعد تبلیغات بکنن که آقا شما 1-2 تا فرزند بیشتر نیار که وضعیت اقتصادی مملکت خراب است. خب وضعیت اقتصادی مملکتش رو اینا خراب کردن، جمعیت که خراب نکرده. و امتی که این یک دسیسه بود که بعد از جنگ جهانی دوم بر علیه خودشون این رو عملی نکردن. الان مثلا شما تصور بکنید امروز در اروپا شما 4 تا 5 تا فرزند داشته باشید، درخواست پناهندگی بده، همون لحظه قبولت میکنن. چرا؟ چون جوامعی مثل بریتانیا، مثل آلمان، مثل سوئیس، مثل فرانسه، اینا میگن کشورهایی که پیرن. یعنی چی؟ یعنی جمعیت به اندازه‌ای کم شده، ملت یعنی همه انسان‌های پیر و کسانی که دیگه بعد از 10 سال 15 سال اینها میمیرن، نسل جوانی که بیاد جامعه رو زنده نگه داره وجود نداره. چون این برنامه‌های کنترل جمعیت سبب شد که یا وضعیت از بین بردن مکارم اخلاق و اون شیرازه خانواده‌ای که نیاز هست اینا رو از بین بردن توسط فسق و فجور و بیدینی و نمیدونم همین چیزایی که کارهایی که انجام دادن. الان چیکار کردن؟ الان به خانواده‌های مسلمانایی که میخوان پناهنده بشن، کسی که فرزند بیشتر داشته باشه زود قبولش میکنن در پناهندگی. چرا؟ چون که از فرزندهای اونها برای آینده این کشورها میخوان استفاده بکنن. بله دوست عزیز، هم کمیت مهم است، هم کیفیت مهم است. شما 10 تا فرزند باشه، 12 تا باشه، 15 تا باشه، شما سعی و تلاش بکنید در تربیتشون، در تعلیمشون. شاید یک 10-15 سالی سختی رو متحمل بشی، اما وقتی تربیت خوب باشه، تعلیم خوب باشه، یقینا که زندگی خوبی خواهید داشت. و این دسیسه دشمنان اسلام است که امروز دارن در جوامع اسلامی به خاطر کنترل جمعیت یا عقیم کردن حتی دارن فعالیت میکنن و از طرف دیگر جوانهای مسلمان رو میبرن در کشورهایشون و خانوادهایی که فرزندان خواستن زیر سن بلوغ داشته باشن رو میبرن و اونها رو تربیت میکنن به خاطر آینده کشورهای خودشون. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم جناب استاد، خوب هستین؟ سلامت باشید، زنده باشید. بفرمایید. عبدالحلیم برادر عزیز بفرمایید. سوالی داشتم، میخواستم چند تا کتاب برای من معرفی کنید در بخش فقه، سیرت و تاریخ و تفسیر. چند تا کتاب قابل و معتبر برای من معرفی کنید تا آنها رو مطالعه کنم و به دیگران برسانم. بله دوستان عزیز، می توانید از سایت قلم، کتابخانه قلم به فارسی بنویسید. کتابخانه قلم در گوگل میاد. از این سایت استفاده بکنید. در همه بخش ها کتاب های مهمی وجود دارد. خدا کنه که اینجا باز بشه سایت رو من خدمت شما نشون بدم. متاسفانه این سایت قلم همیشه مشکل داره. سایت دیگری است به نام اسلام هاوس، بخش کتابخانه‌اش هم بخش بزرگی است. دوستان عزیز اگر این رو نشون بدن، یک سایتی هست به نام اسلام هاوس. این سایت ببینید زبان‌های مختلفی داره: عربی، چینی، فرانسی، سواحلی، تایلندی، روسی، هاوسا.
یعنی تقریبا میشه گفت همه زبانهای دنیا رو در اینجا دارن. آلمانی مثلا، ترکی، اسپانیایی. مثلا میریم بخش فارسی. ببینید دوستان، در بخش فارسی بیش از 1564 کتاب است و این بخشی بود که به اصطلاح سالها مدیریتش در دست من بود. الحمدلله بیشتر این کتاب ها کار خودمون است که آماده کردیم. در این بخش ببینید شما هر کتابی رو که در اینجا بخواید استفاده بکنید، مثلا از احکام روزه، ببینید این رو الان باز میکنیم. بله، کتاب احکام روزه است دوستان عزیز، به زبان فارسی، خیلی واضح می توانید که از اینجا استفاده بکنید. بیایید مثلا اینجا سرچ می کنیم به فارسی احکام قربانی می نویسیم. خلاصه کتاب اضحیه یا قربانی از شیخ ابن عثیمین و از علمای دیگری هم. مثلا اینجا به قربانی که مختصر احکام به اردو هم هست، این رو باز میکنیم. کتاب قربانی. شما هم میتونید این رو دانلود بکنید و هم میتونید چیکار بکنید؟ این رو بخونید. اینجا مفصل در مورد تعریف قربانی و حکم آن دلایل قرآنی آورده، احادیث آورده. خیر، این کتاب، این سایت اسلام هاست، یکی از بهترین سایت هاییست، یعنی که میلیون ها کتاب وجود داره. مثلا همین کتابی که الان شما قربانی از به فارسی ما سرچ کردیم، همین کتاب رو مثلا به عربی میتونید بخونید، به روسی میتونید بخونید، به انگلیسی مثلا انگلیسیشو میزنید. بله. ببینید به شکل مفصل در اینجا مثلا در مورد حج، حتی صوتیات هم هست، کتاب هم هست. مثلا در مورد احکام حج و عمره مثلا این به انگلیسی میتونید این کتاب رو بخونید. بله. این دوست عزیز کتاب جالبی است. یعنی حتی همین حج مصور به اصطلاح به زبان فارسی هم وجود داره. به هر زبانی که شما بخواید میتونید در این سایت کتاب بدن. حتی اگر دوستان غیر مسلمانی دارید و آنها رو میخواید مثلا به اسلام دعوت بکنید، به زبان روسی، انگلیسی و هر زبانی که بخواید میتونید که از اینجا کتاب ها رو به دست بیارید. مثلا در نماز می نویسیم اینجا. چگونه نماز بخوانم؟ شرح تصویری از کیفیت نماز. این رو با هم باز می کنیم. بله. کلاً ببینید در مورد نماز مفصل توضیح داده. نمازهای فرض، نماز صبح چند رکعت است، ظهر، عصر، مغرب، عشا، برخی از احکام نماز. من لحظات پیش خدمتتون عرض کردم که ما امروز هیچ کس نمیتونه عذری داشته باشه در این که بتونه در مورد مسائل دینی اطلاعات حاصل بکنه. رکوع، سجده.
ببینید چقدر قشنگ با این تصویر، مثلا انگشتان پا، دو زانو، دو کف دست، بینی و پیشانی، اماکنی که باید در سجده به زمین تماس پیدا بکنه. خیلی زیبا، قشنگ همه اینا در اینجا بیان شده. کافی است که شما اسلام هاوس بنویسید در گوگل و در اونجا راحت میتوانید این مسائل مهم نماز رو، حتی چگونه نماز 2 رکعتی و 3 رکعتی بخوانم، خلاصه هر چیزی رو که شما دوست دارید، فقط کافی است که اینجا اگر دوستان زوم بکنن اسلام هاوس islamhouse.com بعد /فارسی بزنید، بخش فارسی براتون باز میشه و در اونجا این بخش فارسی، بزرگترین و موثقترین منبع رایگان در شناسایی اسلام به زبانهای دنیا، 131 زبان داره. همینجا هم که جستجو بکنید براتون میاد. به طور مثال در مورد روزه، از احکام روزه، فارسی، هر مسئله ای رو که بخواید. تشکر میکنم دوستان عزیز. از این سایت میتونید استفاده بکنید. کتابخانه ای که بیش از 1500 کتاب در داخلش است. فقه حنفی میخواید، حنبلی میخواید، شافعی میخواید، مالکی میخواید، مسائل اعتقادی میخواید، تفسیر قرآن میخواید، حتی تفاسیری که در اینجا وجود داره من خدمتتون سرچ بکنم. مثلا این تفسیر 3 جزء اخیر قرآن است، خیلی جالب است. هر مسلمانی اگر این کتاب رو داشته باشه تقریبا میتونیم بگیم که دیگه نیاز به هیچی نداره. یعنی 3 جزء اخیر قرآن کریم با همه احکام ضروری که یک مسلمان نیاز داره در 24 ساعت شبانه روز و به شکل تصویری خیلی زیبا هست. این رو میتونید از این سایت دریافت بکنید. مسائل اعتقادی، مسائل فقهی، مسائل نماز، روزه، زکات، حج، همه اینا رو به شکل مختصر در اینجا ذکر کرده. دوستان عزیز اگر نشون بدن به این شکل، چون تصویری است یک کمی شاید طول بکشه دانلود شدنش، اما کتاب خیلی جالبی است. شما فهرستش رو نگاه بکنید، حج، عمره، مسائل مختلف، فضل قرائت قرآن کریم تا مسائل نماز و روزه و زکات و حج و وضو و غسل و همه مسائل رو در این کتاب ذکر کرده. دوستان میتونن ازش استفاده بکنن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید، زنده باشید برادر عزیز. جناب استاد بسیار بخشید باشم. من در برنامه که از علامه شیعه زنگ بوده بودم، علی شریفی فکر کنم نام دارم. بله. جناب استاد من اون شباناتی که یک مبحث از شما شنیده بودم که گفته بودیم سوال بکنیم نظر بشیم که نظر بر آیه تطهیر که 5 نفر معصوم میدانن و 8 امام دیگه مثلا معصومیت از جامعه و دیرش گفتن که 8 امام دیگه گمان روایت خود 12 نفر داریم، مثلا دمی که پیامبر هم جمله 13 نفر با حضرت فاطمه 14. اما در روایت شما که اهل سنت ما از رسول الله 5 نفر معصوم میگیریم، اما در کتاب شما مثلا گفت 5 نفر آمده. باستان یه طرف با ما بودن باز یکم بحث گپا رو گفتن
چون دیگه سطح این مثلا بالا نیست باز مثلا در کدام روایت ما آمده که 5 نفر معصوم هستن؟ نپرسیدید؟ او را گفتم مثلا گفتم معصوم نیست. گفت 5 نفر آمده و گفتم اول گفتم معصوم نیست خواست الله میگه که معصوم گفتم یعنی 7 نفر دیگه شما گفتم که پرسان که 8 نفر دیگه چی میشه؟ این به یک شکل به شکل یک قسم که باشه چی جواب میدن. درست. باز ما در روایتش با 4 نفر بودیم باز ما اصلا گپ دیگه طرف بود در اسلام چی رفتن که خلیفه گفت پیامبر صلی الله علیه و گفته بود که بعد از من مایل گفت با شما شریک کنم که وقتا شما بهتر توضیح بدید که همین یگان گپا میزنه آدم باز جواب نداشته باشه اصلا دچار تردید میشه. بله. میگه جواب نیست اما برگ باشه شخص کارم باشه پرسان کنیم شاید اما شبه غلط شد. درست. مثلا چیه برای بیان کردن اما حدیث شما ببینید عبد 57 صحیح مسلم که قضیه که حضرت علی و عباس پیش حضرت عمر میان که میگه برای تو ما و کاظما و غادرا خائنا اونو رو پیش کردن. گفتم مثلا میگه که شما در زمان در خیر هستید به 12 خلیفه بالای شما حکومت کنه. یعنی این حدیث پیش میکنه که میگه حضرت ابوبکر میگه شما خلیفه که حضرت ابوبکر حضرت عمر عثمان هم تو به ترتیب گفت اگر 12 نفر گفت پیش برید تا یزید یا مروان یا مثلا ملکیه میرسیم گفت من گفتم صحیح گفت خودتان میدونید که اصلا نبودن که سال مثلا راز بوده باشن یعنی درست باشن هدایت شده نبودن مثلا بعد شما قبول داریم بعد از حضرت حسن حسین یا حضرت معاویه یا بعد یا گفت اما کسی که هدایت نشده باشن چطور هدایت داده میتونه آیا مستحق حدیث 12 خلیفه یا میتونن باشن اگر نیستن و جنسات یک دیگر گفت چون نمو و حدیث آورد برای تو ما و کاظما غادرا گفت چطور مثلا حضرت ابوبکر مثلا گفت شما هدایت شده در صورتی که حضرت علی حضرت عمر میگه که علی که شما ابوبکر مثلا نعوذ بالله مثلا شما کاظما غادرا خائنا فاسقا میدید. خب یک موضوعی است برادر عزیز همیشه که وقتی با اینا بحث میکنیم مثلا اینا روایت 12 خلیفه که است این روایت اهل سنت است. خب هیچ کس از اهل سنت این رو به 12 امام تعبیر نکردن. من این روایت رو اصلش رو برایتون بیارم اینجا. روایت 12 خلیفه روایت مسلم و بخاری چی است؟ دوستان عزیز اگر نشون بدن اینا خیلی سر این روایت میگه که بله شما اهل سنت روایتی دارید که 12 خلیفه است. ان هذا الامر یعنی امر حکومت اسلامی دولت اسلامی اسلام لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفه تا اینکه 12 نفر خلیفه حکومت بکنن. قال ثم تكلم بكلام خفي عليه بعد از یک چیز آیسته گفت قال فقلت لأبي ما قال كلهم من قریش همه اینها از قریش خواهند بود. تمام. روایت بعدی میگه که لا یزال الاسلام عزیزا اسلام با عزت است سربلند است الى 12 خلیفه تا وقتی که 12 خلیفه حکومت بکنن. و در لفظ دیگری آمده لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا الى 12 خلیفه این اسلام با عزت است اسلام با قدرت است با مجد است با عظمت است تا وقتی که 12 خلیفه حکومت بکنن. یکون 12 امیرا و در روایت دیگه آمده که تا که 12 امیر باشند. فقال کلمه لم اسمعها فقال ابی پیامبر میگه من کلمه دیگری فرمودن پیامبر که من نفهمیدم از پدرم پرسیدم که چه فرمودن گفت فرمود که کلهم من قریش همه اینا از قریش هستن. خب من از شما یک سوال میپرسم یک سوال از 12 امام شیعه کدامش حکومت کردن؟ 2 نفر. آیا در وقت امام جعفر صادق در وقت امام محمد باقر امام سجاد در وقت امام حسین اسلام سربلند بود با عزت بود یا خوار و ذلیل بود؟ بنابر عقیده شیعه اسلام خوار و ذلیل بود نه؟
چون که خلفای غاصب بودن، بنی امیه بودن، بنی عباس بودن، اسلام خوار و ذلیل بود. ببینید حدیث از ما میگیرن میچسبانن به 12 امام خودساخته خودشان. مثل یکیشو گفتیم که دلیل از قرآن برای 12 امام چی است؟ گفت ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، تعداد ماها در نزد خداوند 12 ماه هست. گفتم 4 تا امام حرامزاده خیلی کدام هستن؟ شروط انصاری تو توهین میکنی فلان. خود در ادامه آیه رو بخون، منها 4 حرم، 4 ماه حرام هست، رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، 4 ماه حرام است. تو که آمدی آیه 12 ماه یک سال رو به 12 امامتان چسباندی، خب این 4 تا حرامزادهش کدام هستن؟ اینم برای ما نشان بدهید. ببینید برادر عزیز، اینا یک روایت را از اهل سنت میگیرن، بعد این رو میچسبانن به همون دروغی که خودشان یک کانالی ساختن به نام 12 امام. اصلا این 12 امام 12 برای 1 ثانیه هم حکومت کرده در دنیا؟ نکرد. و بقیهشان همه خار و ذلیل، یا هم خوردن یا کشته شدن یا ترور شدن یا توسط همسرش یا توسط یکی. بعد چرا این 12 نفر باید همه فرزندان حسین ابن علی باشن؟ فرزندان حسن ابن علی چه گناهی کرده بودن؟ یعنی این یک استدلال کاملا بیجاست که اینا از این روایت میکنن. میریم روایت بعدی، روایت کاذب و غادر. دوستان عزیز نشان بدن این روایت به اندازه بزرگ است و طولانی است. اینقدر است. من یک شبی این رو مفصل خواندم و در موردش توضیح دادم. اصل روایت چی است؟ اصل روایت این است که الان اونا یک قسمتش رو میخوانن که علی آمد اعتقاد داشت که ابوبکر و عمر و عثمان اینا کاذب و غادر و آثم هستن. درست؟ در حالی که حدیث چیز دیگری میگه. در حدیث عباس علی رو کاذب و غادر و آثم میدونسته، یعنی دروغگوی، مکار، گناهکار. متوجه هستید؟ ببینید اینجا، هل لك في عباس و علی؟ قال نعم فأذن لهما فقال عباس یا امیر المؤمنین، ای امیر مؤمنان، اقضی بین من و بین این، یعنی کی؟ علی، هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن، بین من و بین این علی دروغگوی، گناهکار، خیانتکار، فریبکار قضاوت بکن. موضوع چی است؟ فقال القوم اجل یا امیر المؤمنین فقضی بینهم، بله ای امیر المؤمنین بین اینها قضاوت بکن. فقال مالك بن حوس يخيل إلي أنهم كانوا قدموهم لذلك، این به خاطر همین چیز اینا آمده بودن. فقال عمر انشدكم بالله، شما را قسم میدم به الله، الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، که به اذن الله سبحانه و تعالی آسمان و زمین پابرجاست. اتعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا نورث ما ترکناه صدقه، ما چیزی به ارث نمیبریم اران چه میگذاریم صدقه است. قالوا نعم، علی و عباس گفتند بله. ثم اقبل على عباس و علی فقال انشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقه، ما چیزی رو به ارث نمیگذاریم اران چه گذاشتیم صدقه است. قال نعم، علی و عباس گفتن بله. تا این قسمت روایت را نمیخوانند که اصل مسئله این بود که عباس علی رو متهم میکرد که علی کذاب، دروغگوی، خائن، فریبکار است. متوجه شد؟ میان قسمت پایانی روایت رو که حضرت عمر میگه که وقتی که شما آمدید، شما 2 نفر پیش ابوبکر میراثتون رو از پیامبر طلب کردید و پیامبر
گفته بود که ما نورث ما ترکنا صدقه، ما چیزی به میراث نمیگذاریم، الان چی میگذاریم از پیامبر صلی الله علیه و سلم صدقه است. و این رو علی و عباس تایید کردن طبق همین روایت. الان وقتی این روایت رو تو قبول میکنی باید هر آنچه در این روایت آمده قبول بکنی، نه اینکه قسمتشو بگی من این قسمتشو قبول ندارم این قسمتشو قبول دارم. مثل یهود نه که الله متعال میگه افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون، و بعضی از آیات قرآن قبول دارید بعضی قبول ندارید. بعد از اون میگه که فقال ابوبکر قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ما نورث ما ترکنا صدقه، ما چیزی رو به میراث نمیگذاریم. فرأیتماه کاذبا آثما قادرا، شما فکر میکردید که او دروغ میگه، خیانت میکنه، غادر است، گناهکار است. والله یعلم انه لصادق بار راشد تابع للحق، و الله میدانه که او صادق بود، نیکوکار بود، راشد بود و پیرو حق بود. ثم توفى ابوبکر و انا ولی رسول الله، بعد از اون ابوبکر فوت کرد و من ولی رسول الله هستم. و ولی ابی بکر و ولی ابی بکر فرأیتمانی کاذبا آثما قادرا، آیا شما فکر میکنید که من دروغگوی گناهکار غادر خائن هستم؟ والله یعلم انی لصادق بار راشد تابع للحق، و الله میداند که من صادق هستم، نیکوکار هستم، راشد هستم، پیرو حق هستم. ثم جئتنی انت و هذا و انتم جمیع امرکما واحد، بعد تو دو نفر اومدید پیش ما، فقلتما ادفعوا الینا، آمدید که میراثتون رو طلب بکنید از پیامبر. فقلت ان شئتم دفعتها الیکما، اگر میخواید همین میراث پیامبر رو که شما ادعا میکنید مال شماست بهتون میدیم. الا ان علیکما عهد الله ان تعمل فیها بالذی کان یعمل رسول الله، به شرطی که تعهد بدید که همان گونه که پیامبر عمل میکرد شما هم عمل بکنید. فاخذتماها بذلک، اگر این تعهد رو کردید بهتون میدیم. قال اکذلک؟ قال نعم، گفت همینطوری است؟ گفت بله. قال ثم جئتمانی لاقضی بینکما، الا اومدید ادعا میکنه که بین شما قضاوت کنم. لا والله لا اقضی بینکما بغیر ذلك حتی تقوم الساعه، نه والله بین شما به غیر از این قضاوت نمی کنم تا روز قیامت. فإن عجزتما عنها فردوها الی، میدم این مال رو به شما، برید هر کاری میخواید بکنید، اما وعده بدید، تعهد بکنید که طبق سنت پیامبر عمل بکنید. قبول نکردن، بلند شدن رفتن. الان شما از این حدیث، حالا من کامل نخوندم، قسمت بالا و پایینشو خوندم، چه برداشت کردید؟ بله خب من غالبا همیده برش گفتم، من متوجه بودم، گفت میشه که اول حدیث بخوان، گفتم اول حدیث گفتم بخوان، گفتم این قسمت که حضرت عباس و حضرت علی نمیگه که بین ما یه فاسق یعنی فاسق و خائن چی کو یعنی فیصله کو. خب باز چی گفتم؟ گفت ما این قسمت حدیث قبول نداریم و گفتم تو خدا میشه، گفتم وقتی که میگه ولا تقرا بالصلاه مثلا من آواز دیدی نشه و انتم سکارا را خواهی گفت. باز تو یک بینی گفت ما که میگیم انجیل تورات قبول نداریم، نمیگه کلش قبول نداریم، ما قسمتایش که با قرآن تطابق داره قبول داریم، اما قسمتای انجیل که غلط است و دستکاری شده ما رو قبول نداریم. باز این دلیل گفتن دوست. نه خب یک دلیل باطل است. حالا این روایت رو کی روایت کرده برای ما؟ مالک ابن حوس، درست؟ مالک حوس رو اونا مرتد میدانن، کافر میدانن. کسی رو که شما مرتد و کافر میدانید، روایتش رو یک قسمتش رو قبول میکنی یک قسمتش رو قبول نمیکنی، یعنی چی؟ ولو که الزام باشه، در این حدیث بر علیه اونهاست. در اول حدیث حضرت مثلا الان سوال میکنم از شما، اصل حدیث موضوعش این است که ابوبکر، علی و عباس آمده بودن میراثشون رو از پیامبر طلب میکردن، درست؟ حضرت عمر وقتی بهش میگه که آیا پیامبر، شما را قسم میدم به خدا، آیا پیامبر نگفت که ما چیزی به ارث نمیگذاریم، هر چی میگذاریم صدقه است؟ قالوا نعم، گفتن که بله. حالا در اینجا علی راست گفته یا دروغ گفته؟ خب اگر دروغ گفته، این نعم گفتنش رو دروغ گفته، پس گناهکار شده. چرا دروغ گفته؟ انسان مومن دروغ نمیگه. علی حاشا و کلا که اسدالله علی ابن ابی طالب حیدر کرار دروغ بگه. علی دروغ نگفته، قسم داده
عمر قسمش داد، او گفت که بله شنیدم که پیامبر امین رو گفته. چرا به صدق گفتار عمر شهادت داد؟ میتونست بگه که اگر که هدف علی این بود که بیاد بگه که عمر تو دروغگو هستی، تو خائن هستی، تو گناهکار هستی، پس اینجا چرا ترسید تقیه کرد؟ چی میگن بعد؟ میگن اینجا تقیه کرد، یعنی طرف رو گفت که تو کاذب و عاصب و غادر هستی، تقیه نکرد. اینجا که قسمش داد، به الله قسمش داد، اومد تقیه کرد. یعنی این دین اینها یک دین مسخره است، دین هوا و هوس است. هر چی که به هوا و هوسشان برابر باشه قبول میکنن، هر جایی که برابر نبود قبول نمیکنن. تشکر از شما برادر عزیز. استاد بسیار ببخشید، استاد انتقال به حدیث چی گونه باشم از اهل حدیث؟ بله؟ انتقال ما گفتم به می حدیث به کلام گونه باشه، یعنی اردو طرف قبول کلمه همون مثلا اصلا، یعنی یک قسم دشنامه صورت گرفته بین اصحاب، این کدام مشکل نداره، یعنی مثلا قبول کنیم کلش دیگه بس. ببینید صحابه انسان بودن، یعنی نه علی معصوم بود نه عمر معصوم بود. من در یک از صحبت‌ها گفتم علی به عنوان یک انسان دلش می‌خواست خلیفه شود. علی به عنوان یک انسان دوست داشت که در سقیفه به عنوان خلیفه انتخاب شود. انسان بود، دوست داشت، قدرت رو دوست داشت. ابوبکر هم دوست داشت، عمر هم دوست داشت. انسان بودن همه اینها. وقتی که ابوبکر انتخاب شد، حضرت علی آزرده شد. بله در این شکی نیست. خیلی دیگه هم آزرده شدن. سعد بن عباده هم آزرده شد، قهر کرد رفت اصلا در شام، دیگه مدینه نیامد. الان شما مثلا انسان مؤمن هستید، نمازخوان هستید، دیندار هستید، الله و رسولش رو دوست دارید، آیا از پول بدتان میاد؟ از قدرت بدتان میاد؟ خلاص، یعنی ببینید هم دیندار هستی هم از پول و قدرت خوشت میاد. علی هم از پول و قدرت خوشش میامد، عمر و ابوبکر هم صحابه خوششون میاد. صحابه انسان بودن، فرشته که نبودن. تشکر از شما. وقت برنامه به پایان رسید. تا فرصت بسم والله من از 15 سال است که داد میزنم. یک بار آمد علی شریفی که مناظره میکنیم که آبروش رفت، تا امروز دیگه نمیاد. شما بگید. زنده باشید، سلامت باشید. سلام علیکم. دوستان عزیز، تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با آن رویسه که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، همه تان به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيل